حروف تقدیم می‌کند. قسمت اول بخش پنجم. از تهران هیتلر چندان هم وحشتناک نمینه بود. آوایبوک.com روز اول سال برای شروع مرحله جدیدی از زندگی مبدأ مناسبی است. در اول ژوئیه 1946 وارد تولون شدم و این سرآغاز نوینی در زندگیم بود. ایران را 11 سال بود ندیده بودم و خود 31 سال داشتم. گذر از مدیترانه هنوز به دلیل وجود مین خطرناک بود، ولی کشتی ما بی آنکه با مشکلی مواجه شود تا اسکندریه رفت. من 1-2 روز را صرف بازدید از قاهره کردم، شهری که سالها بعد برای دیدار با پرزیدنت انور سادات به آن برگشتم. از مصر تا بیروت، شهری که هنوز پر از خاطراتی زنده بود با قطار طی شد. در بیروت اتوبوسی که خوشبختانه چندان ناراحت نبود من و همسفرانم را یکسره تا بغداد برد. راهی خسته کننده به طول 700 کیلومتر. از آنجا ماشین کرایه ما را به تهران رساند. مملکتم را با نگاهی نو می نگریستم. منظره خیابانها و بناهای یادبودی که در گذشته توجهم را جلب نکرده بود حالا برایم پر از جذبه بود. پس از چند روز وقتی خواستم احساسم را برای دوستی فرانسوی به نام آقای بروار شرح دهم، همه را در این جمله خلاصه کردم: در ایران 2 چیز مرا به شوق می آورد. اول شعر که سر به آسمان می ساید و بعد قالی که بر روی زمین گسترده شده است. پس از به در آمدن از احوالات شیفتگی به سیر در مسائل کم اهمیت پرداختم. تا آن زمان فکر می کردم ثروتمندم، ولی به زودی فهمیدم که چنین نیست. نمی توان مال و منال را برای مدت 10 سال بدون پدر و بدون سرپرست رها کرد و تاوانی پس نداد. آن هم در نظامی چون نظام رضاشاهی که هدفش از میان برداشتن تمام خانواده ها و متشخصینی بود که احتمالاً کوچکترین خطری از طرف آنها برای تداوم سلطنت می رفت. من البته به ایران برای تفریح و تفرج باز نگشته بودم، ولی پس از بررسی حسابها دیدم که باید بدون تأخیر در فکر پیدا کردن کاری برایم. در دوران غیبت من سلطنت رضاشاه به پایان رسیده بود. خود او هم 1 سالی پیش از بازگشت من در تبعیدگاهش ژوهانسبورگ مرده بود. پسرش که در سال 1941 جانشین پدر شده بود، اوضاعی کم و بیش بغرنج را از پدر به ارث برده بود. رضاشاه مردی پر از تضاد بود. از یک طرف در جامعه فئودالی آن زمان نظم و امنیت برقرار می‌ساخت، از طرف دیگر تمام کسانی را که مختصر قدرتی داشتند تحت فشار قرار می‌داد. از جمله کسانی که فشار آن دوران را متحمل شدند، سوای روحانیون و خوانین، مردان سیاسی و آزادیخواهان، شخصیت‌ها و روشنفکران تهران بودند. وقتی جنگ آغاز شد، رضاشاه ایران را بی‌طرف اعلام کرد، اما طولی نکشید. یا به منظور تضعیف نفوذ انگلستان در ایران یا به دلیل کششی که نسبت به آلمان و شخصیت هیتلر احساس می‌کرد، تمایل بسیار آشکاری نسبت به صدراعظم رایش از خود نشان داد. دیکتاتورها به شرط آنکه از هم دور باشند به هم ارادت دارند. من فکر می‌کنم که او پیروزی آلمان را به پیروزی شوروی ترجیح می‌داد، به این دلیل که دومی در همسایگی ایران قرار داشت. در سال 1939 معاهده‌ای بین آلمان و شوروی بسته شد. البته هیچ وقت این قبیل پیمان‌ها با حسن نیت منعقد نمی‌شود، حتی اگر ظاهر آن جز این بماند. هدف نهایی هیتلر غارت کردن انبارهای اوکراین و از میان بردن بلشویک‌ها بود. در زمانی که هیتلر ورق پاره را به دور انداخت و به اتحاد جماهیر شوروی حمله برد، کشورهای خاورمیانه سیاست احتیاط پیشه کردند. از جمله ترکیه، با اینکه با انگلستان و فرانسه متحد بود، دو دوزه بازی میکرد و با آلمانها هم میلاسید، بیان که در قبال آنها تعهدی بر ذمه بگیرد.
آلمان‌ها وقتی به قفقاز یعنی به 270 کیلومتری دم گوش ایران رسیدند، توسط چتربازان برای پیروان خود اسلحه و مهمات و پول در خاک ما ریختند. در ایران طرفدار داشتند. ایرانی‌ها در حقیقت با حرارت از هیتلر جانبداری می‌کردند. به قول اسپینوزا، وقتی همه چیز را دریافتید، همه چیز را می‌بخشید. پانویس اینجا اشاره‌ای داره به اسپینوزا، فیلسوف هلندی است که شهرت جهانی دارد در اثر مشهورش روال نقادی متون مقدس و مذهبی را عرضه کرده است. برمیگردیم ادامه متن. ایرانیان نمی‌دانستند چه می‌کنند. شکل ساده مسئله این بود: هموطنان ما که هم مظالم انگلیسی‌ها را متحمل شده بودند و هم از فجایع روسیه استالینی با خبر بودند، از آلمانی‌ها که می‌خواستند این هر دو قدرت را در هم شکنند استقبال کردند. انگلیسی‌ها طبعاً جز این می‌خواستند. متفقین به بهانه اشتغال مشاورین فنی آلمانی در راه آهن و کارخانه‌های ایران به شاه ضرب العجلی دادند که یا آلمانی‌ها را از مملکت اخراج کند و یا مسئولیت حضور آنها را بر عهده بگیرد. از آنجایی که رضا شاه حکومتی خودکامه داشت، هیچ کس از جزئیات مسئله با خبر نیست. بنابراین بسیاری از گفتگوها و بسیاری نکات قضیه تا به امروز هم تاریک و مجهول مانده است، ولی نتیجه نهایی را همه می‌دانند. یعنی رسیدن ارتش آلمان به مرزهای ایران، تحریک مردم توسط تبلیغات رادیویی، به وجود آمدن یک جریان ضد انگلیسی و هوادار آلمان و بالاخره تصمیم متفقین در سال 1941 برای وارد کردن ضربه کاری. رضا شاه به دلیل طرفداری از آلمان‌ها از سلطنت کنار گذاشته شد. در آن زمان صحبت از جمهوری هم پیش آمد، ولی طرفداران سلطنت پیش بردند. در این میان رند سوم هم وارد میدان بازی شده بود: امریکا. ایران به 3 منطقه تقسیم شد: شمال تحت اشغال ارتش شوروی، جنوب و غرب تحت اشغال نیروهای بریتانیا و تهران و مرکز تحت اشغال امریکایی‌ها. برای مردم اشغال شوروی به دلیل خشونت و زورگویی روس‌ها غیر قابل تحمل بود. انگلیسی‌ها هم که مشغول جمع‌آوری قله برای ارتش خاورمیانه بودند، مناطقی را که تحت اشغال داشتند به مرز قحطی رساندند. فقط آمریکایی‌ها رفتارشان معقول بود. تجاوز و غارت نمی‌کردند. حتی دوا و دارو هم در اختیار مردم می‌گذاشتند. تماس با آنها پدیده تازه‌ای به وجود آورد: گرایش ایران به سمت امریکا. در کنفرانس تهران که در اواخر 1943 تشکیل شد، چرچیل و استالین هر دو با نظر روزولت موافقت کردند که متفقین استقلال و تمامیت ارضی ایران را تضمین کنند. به علاوه مقرر شد که قوای بیگانه، یعنی 3 ارتشی که از آنها نام بردم، خاک ایران را ظرف مدت 6 ماه پس از برقراری صلح ترک گویند. انگلیسی‌ها و امریکایی‌ها این شرط را رعایت کردند. هر دو آخرین افراد خود را حتی 2 ماه مانده به انقضای مدت قرارداد سوار کشتی کردند و بردند. ولی خروج روس‌ها به این صورت انجام نشد. قصد آنها در حقیقت این بود که بیان که در ایران بمانند، در این ملک ماندگار شوند. یعنی بخشی از ایران را تجزیه کنند و بخش مورد نظر هم استان آذربایجان بود. ببینیم اوضاع سیاست داخلی ایران در این زمان چه بود. محمد رضا شاه در سال 1941 بر جای پدر نشسته بود. بسیار جوان بود و فقط نقشی تشریفاتی داشت. از میان رفتن دیکتاتور موجب شکوفایی احزاب سیاسی شده بود که بیشک برای همگی تازگی داشت. این احزاب با هرج و مرج شکل می گرفت. غالباً گروهک هایی که فقط به منظور حفظ منافع شخصی مؤسسین آن تشکیل می شد نام حزب را بر خود می گذاشت. به عنوان مثال احزابی چون اراده ملی، مردم، عدالت، طلوعی کوتاه و افولی سریع داشت. 2 جریان سیاسی از این موج پرتلاطم به ساحل رسیدند. یکی حزب ایران با اعتقادات ملی و تمایلات سوسیال دموکراسی و دیگری حزب توده با پشتوانه مالی و سیاسی اتحاد جماهیر شوروی.
ایران در آن زمان در حقیقت به دست سیاستمداری کهنسال به نام احمد قوام السلطنه که 71 سال سن داشت اداره میشد. او در دوران قاجار و قبل از به سلطنت رسیدن رضاشاه هم صدر اعظم ایران شده بود و همون بود که در کابینه‌اش به رضاخان پست وزارت جنگ را داد. قوام آدمی بود زیرک و به اصطلاح عوام کلک، اهل بدبستان، نه چنان درستکار و بدون کمترین اعتقاد به دموکراسی. من توافق فکری و همدلی خاصی با او ندارم، ولی اقرار میکنم که او مردی بسیار لایق بود و قادر بود در وقت لزوم بگوید خیر. در زمان بروز اختلافاتی که ما را در مقابل روزها قرار داد، قوام السلطنه با مانورهای مناسب درست عمل کرد و به این ترتیب خدمتی شایان به مملکتش نمود. به طور خلاصه قوام السلطنه موفق شد سر استالین را شیره بمالد. حتی وقتی ارتش شوروی خاک ایران را ترک گفت، روس‌ها از طریق پیروان خود از ورود نیروهای ما به آذربایجان جلوگیری می‌کردند. قوام برای نشان دادن حسن نیتش چند وزیر توده‌ای را وارد کابینه کرد. این کار هم مخاطره انگیز بود و هم تهورآمیز. به علاوه قوام در عوض تخلیه کامل خاک ایران به روس‌ها پیشنهاد استخراج و تصفیه نفت شمال و منطقه دریای خزر را داد. حتی خود در رأس هیئتی به مسکو رفت و 1 هفته هم آنجا ماند و با تشریفات تمام بازگشت و سپس دستور اشغال آذربایجان را توسط ارتش صادر کرد. اما قرارداد نفت شمال میبایست به تصویب مجلس برسد. قوام طرح آن را تسلیم مجلس کرد و خوب میدانست نتیجه چه خواهد بود. متن قرارداد با 102 رأی مخالف در مقابل 2 رأی موافق داخل پرانتز 2 نماینده توده‌ای رد شد. در این فاصله قوام السلطنه عذر وزرای توده‌ای را هم از کابینه‌اش خواسته بود. در اینجا بد نیست راجع به افسانه‌ای که در آن زمان درباره پادشاه جوان به عنوان جلودار نیروهای ایران و منجی استانهای از دست رفته شایع شد 2 کلمه‌ای گفته شود. وقتی پادشاه به تبریز وارد شد، اهالی شهر از شهریاری بیگناه که نماد استقلال مملکت بود استقبال کردند. تبریز و دیگر شهرهای استان توسط یک گروهان ارتش که در واقع عملیاتش بیشتر جنبه سمبولیک داشت تا زورآزمایی جنگی آزاد شد. کل مسئله توسط قوام السلطنه و از طریق سیاسی و دیپلماسی حل شده بود. قوام السلطنه‌ای که بعدها همواره مورد بیمهری و هدف بی‌انصافی محمد رضا شاه واقع شد، تا آنجا که حتی شاه حاضر نبود نام قوام السلطنه در مورد نجات آذربایجان برده شود، چون می‌خواست تمام اعتبار این پیروزی تاریخی منحصر به شخص او باشد. در میان این جوش و خروش بود که من به ایران وارد شدم. در آن زمان نسبت به پادشاه کمترین احساس نامطلوبی نداشتم. حتی امیدوار بودم که بتوانم با او همکاری کنم. او تا آن زمان از امکاناتش استفاده‌ای مستبدانه و ضد دموکراتیک نکرده بود. در حقیقت نه قدرتش را داشت و نه فرصتش را یافته بود. خاطره حکومت خودکامه پدرش هنوز زنده تر از آن بود که او بتواند همان طریق را در پیش گیرد. پادشاه حوالی سالهای 1947 و 1950 گام برداشتن در راه دیکتاتوری را آغاز کرد و به اصطلاح فرانسوی‌ها هرچه از این غذا بیشتر چشید اشتهایش تیزتر شد. هنگام بازگشت من به ایران پادشاه همان مرد جوانی بود که توصیفش در بالا آمده. بر میز بزرگی در کتابخانه‌اش تکیه داشت و مرا از بابت شرکتم در جنگ دوشادوش ارتش فرانسه تشویق میکرد و از ویکتور هوگو و نویسندگان رمانتیک حرف میزد. پانویس در رابطه با ویکتور هوگو توضیح داده که ویکتور هوگو نویسنده و شاعر فرانسوی فرزند یکی از ژنرال‌های ناپلئون بود. در ابتدا به سبک کلاسیک تمایل داشت و سپس به رمانتیسم گرایید. از آثار مشهور او میتوان بینوایان و گوشپشت نوتردام را نام برد. به متن باز میگردیم. من به او از علاقه و بستگیم به والری و به مالارمه گفتم و او اذعان کرد که سمبولیست ها را نمیشناسد.
در پانویس توضیح داده در رابطه با مالارمه یکی از شاعران نامدار مکتب سمبولیسم فرانسوی است. برمیگردیم به متن. این طرح را تا ترسیم تصویر بعدی اون نیمه کاره رها میکنم. فقط اضافه میکنم که شاه عشق چندانی به ادبیات نداشت. در عوض به معلومات عمومیش میرسید. هر روز 2 ساعت میخواند. به ویژه به مسائلی نظیر پتروشیمی علاقه بسیار نشان میداد. من شخصا بسیار متاسف بودم که شاه تقریباً با شعر فارسی بیگانه است. بعدها به من گفتن که سواد و فرهنگ دیگران موجب خلق تنگی او می شود. به درجه‌ای که به اشخاصی که شرفیاب می شدن توصیه می شد که اگر به زبان فرانسوی با او حرف می زنید عمدن چند غلط دستوری در حرفها بگنجانید تا حسادت او تحریک نشود. در سنین پیری تاب هیچ گونه برتری از هیچ کس را نمی آورد. این کس می خواست سیاستمدار باشد، می خواست مهندس امور فنی. چنان به کمال و بی‌نقصی رسالت خیش غره بود که به کمتر شور و مشورتی راه میداد و اطرافیانش هم از نصیحت کردن به او خودداری میکردند. وقتی چنین خود را تنها و منزوی ساخت، عنان را آزادانه به دست رویاهای بزرگبینانه رها کرد. قولهایی میداد از قبیل اینکه ایران را 6مین یا 7مین قدرت دنیایی خواهد کرد و یا رهبر بازار مشترک اقیانوس هند خواهد شد. بخش اول، قسمت 6، مصدق یا درس دموکراسی. شاه به من گفته بود ایران درگیر مشکلات فراوان است. شما می توانید به حال مملکت مفید باشید. من فقط میخواستم بدانم از چه طریق. از نظر سیاسی راهم را بلافاصله یافتم. در سالهای تحصیلی سخت شیفته گفته‌ها و سخنان مصدق شده بودم. تنها حزبی که میتوانست مناسب مشی من باشد حزب ایران بود که بعد ستون فقرات جبهه ملی شد. بدون آنکه تردیدی به خود راه دهم عضو این حزب شدم. 35 سال از آن روز گذشته است. هنوز عضو آن حزبم و روشن است که از این پس نیز خواهم بود. دلایل و شواهد بسیار نشان می‌دهد که منافع شخصی من جز این حکم می‌کرد. از آنجا که با ملکه مملکت نسبت نزدیک داشتم راه ترقی به رویم باز بود. خودم این راه را در آغاز و از آن پس مسدود کردم. هیچگاه نکوشیدم روابط نزدیک با دربار برقرار کنم، با اینکه هرگز نسبت به شاه و دربار کینه و بغضی به دل نداشتم. به شخص محمد رضا شاه حتی احساس بیمهری هم نمی کردم. با اعمال او مخالف بودم و در عین اینکه خود را موظف می دانستم حقوق او را محترم بشمارم. آشکارا در پی رویا و در فکر ظواهر بود، چون از درک جوهر مسائل تن می زد. در جهت نادرست گام برمی داشت. تکیه‌گاهی را که می بایست در ایران بیابد در خارج می جست. این اشتباه اساسی بعدها بر خود پادشاه هم روشن شد. زمانی فهمید بیگانگان او را رها کردند که ناگزیر از کشوری به کشور دیگر پناه برد. این جمله تلخ و در عین حال ساده لوحانه از خود اوست. نمیفهمم چرا آمریکایی‌ها با من چنین کردند، من که همیشه طبق خواسته آنها عمل کرده بودم. من هنوز در جستجوی شغل بودم. 2 امکان وجود داشت، یا تدریس در دانشگاه و یا استخدام در وزارت امور خارجه. از خوش حادثه به یکی از دوستان قدیم پدرم برخوردم که به من اطلاع داد وزارتخانه جدیدی تأسیس شده است به نام وزارت کار. در وزارتخانه‌های سنتی و قدیمی همه بر مسندهایشان جا افتاده بودند و جوانها را راه نمی‌دادند. ولی در وزارت کار چشم و همچشمی چندانی وجود ندارد و مانعی برای پیشرفت نیست. همینطور هم بود. پس از 4.5 سال خدمت من به مقام مدیر کلی رسیدم و در کابینه دوم مصدق پست معاونت این وزارتخونه به من محول شد. ابتدا به استان خوزستان منتقل شدم. دیگه می توانستم خانواده‌ام را از پاریس به ایران فرا بخوانم. 4مین فرزند ما در آبادان به دنیا آمد. دختری که اسمش را فرانس گذاشتیم تا یاد آن سرزمین و یاد آن نویسنده‌ای که این نام را بر خود دارد همیشه با ما باشد.
در آبادان 3 تشکیلات اساسی وجود داشت. یکی شرکت نفت ایران و انگلیس که کارگران را استثمار میکرد. دومی حزب توده که گوش خوابانده بود تا از استثمار کارگران به نفع خود استفاده کند و دیگری عناصر دستراستی که با هر گونه توسعه آزادی‌های سندیکایی مخالفت داشتند. من حالت کدخدا را داشتم. مهمترین مشغله فکری من جایگزین کردن نفوذ حزب توده بود با معیارهای سوسیال دموکراسی. این کار حدود 1.5 سال به درازا کشید، ولی به محض آنکه میان کارگران محبوبیتی به دست آوردم و اعتماد آنها را کم و بیش جلب کردم، وزارتخانه با من سرسنگین شد. میگفتند تند میروی و با کسب همدلی کارگران با منافع شرکت نفت ایران و انگلیس در افتاده‌ای که کاری است خطرناک. 6 ماه بعد سرهنگی مؤدبانه و البته بی آنکه دستبندم بزند مرا تا فرودگاه همراهی کرد و ناگزیر به ترک آبادان شدم. در فرودگاه 6000 کارگر به بدرقم آمده بودند. لطف آنها رابطه دولت را با من تیره تر کرد، ولی پشتگرمی و قوت قلبی به من داد، چون به چشم دیدم که در مسائل اجتماعی حسن نیت و اعتقاد راسخ میتواند ثمر بخش باشد. وقتی به تهران رسیدم به من خبر دادند که پادشاه نسبت به من نظری بسیار نامساعد پیدا کرده است. شاه دخت اشرف که دیگر هیچ. افسرانی که در رأس کارها بودند مرا به چشم یک عضو فعال حزب توده نگاه می‌کردند، در حالی که من هرگز تمایلات کمونیستی و به تحقیق تمایلات توده‌ای نداشتم. کارم با وزیر کار به مشاجره کشید و در حین مشاجره به او گفتم یا این کشور با تشویق آنهایی که احساسات وطن پرستانه و دموکراتیک دارند نجات پیدا خواهد کرد و یا به دست کسانی چون شما به باد خواهد رفت. لزومی ندارد که بگویم بلافاصله در جرگه بیکاران قرار گرفتم، اما این بیکاری به درازا نکشید. دوران جدیدی از آزادیخواهی و واکنش‌های ضد انگلیسی شروع شده بود. 7 ماه بعد مرا دوباره به وزارتخانه بازگرداندند و این بار پست مدیر کلی به من دادند، یعنی بالاترین منصبی که جوانان نسل من می توانستند به آن دست یابند. کارآموزی سیاسی من به این ترتیب آغاز شد، ولی قبل از پیوستن به کابینه مصدق تجربه دیگری هم به دست آوردم. اداره 2 مجتمع صنعتی در شرایطی نابسامان که نتیجه آشوب کمونیست ها بود بر عهده من گذاشته شد. مثل زمانی که در آبادان بودم، همه من صرف این شد که روال سوسیال دموکراتیک را جایگزین روش لنینستی کنم. یعنی کوششم در این بود که آزادی‌های فردی و جمعی را تضمین نمایم. به ویژه معتقد بودم آزادی عضویت در احزاب، گروه‌ها و سندیکاهای سیاسی باید محفوظ باشد. در عین این حال مسئولیت‌ها و تعهدات سندیکایی و حزبی را نیز یادآور می‌شدم. مثلا تجمعات و تظاهرات در زمان کار و حتی شعارنویسی بر دیوار کارخانه‌ها ممنوع بود. رؤسای مؤسسه را تشویق می‌کردم که بی‌طرفی کامل را حفظ کنند. مسافت میان آزادی و آن چیزی که دوگل چینلیت می‌خواند فاصله است بعید. پانویس در این رابطه توضیح داده مقصود شیر تو شیر است و نامی است برای صورتک‌هایی که مردم در روزهای کارناوال بر چهره میزنند. برمیگردیم به متن. خواهی نخواهی اوضاع مرا به سوی سیاست سوق داد. در بحبوحه هیجاناتی که ایران می‌کوشید حقوق خود را تثبیت نماید و از قیومیت بیگانگان رهایی یابد و جایگاه واقعی خود را در جامعه جهانی پیدا کند، نوبت به مصدق رسید. مدتی کوتاه پس از بازگشت من به ایران، مصدق یک بار دیگر به نمایندگی مجلس انتخاب شده بود. داخل پرانتز در سال 1947. مدتی کوتاه پس از بازگشت من به ایران، مصدق یک بار دیگر به نمایندگی مجلس انتخاب شده بود که کار سهلی نبود، چون ماموران شاه در صندوق‌های آرای سراسر کشور دست می‌بردند. ولی در تهران تقلب انتخاباتی کمتر اعمال می‌شد چون زیاد به چشم می‌آمد. به علاوه آمریکایی‌ها هم که نفوذشون جایگزین نفوذ انگلیسی‌ها شده بود، مایل بودند خود را آزادتر معرفی کنند و به پادشاه قبولاندند که لااقل انتخابات پایتخت را آزاد بگذارد.
به این ترتیب مصدق و همفکرانش توانستند از 136 کرسی مجلس 7 کرسی را اشغال نمایند. طبعا در اقلیت قرار داشتند، ولی اقلیتی که به حساب می آمد. به قدرت رسیدن مصدق در سال 1951 به زندگی من نیروی محرکه تازه‌ای بخشید. پیشتر گفتم که تا چه حد در دوران تحصیل با برداشت‌های سیاسی او موافق بودم. در این زمان او را از نزدیک دیدم. با آنکه خانواده هم با او پیوندهای قدیم داشت، من مصدق را تا آن موقع ندیده بودم. در سال 1921 یعنی در زمان کودتای رضاخان و سید ضیا طباطبایی مصدق استاندار فارس بود. استعفای خود را تقدیم کرد و گفت من با دولت کودتاچی همکاری نمی کنم. به این ترتیب فارس را گذاشت و به اصفهان رفت که عموی من استاندارش بود و پدرم که در آن زمان جوان بود با او همکاری میکرد. قبل از ورود مصدق به اصفهان عموی من هیئتی را نزد او فرستاد و پیام داد دوست عزیز، اگر شما به این شهر وارد شوید و دستور بازداشت شما برسد، من در محظور قرار خواهم گرفت، چون به هیچ قیمت حاضر به انجام این کار نخواهم بود. به تهران هم نروید، چون مثل دیگرانی که مخالفت خود را با این کابینه نشان دادند بلافاصله دستگیر خواهید شد. گرچه دولت کودتاچی از مصدق خواست در محل مأموریت خود بمانید، شما از قانون کلی مستثنا هستید. مصدق چون پایبند به اصول بود این دعوت را نپذیرفت. به او خبر دادند که میتواند بین رفتن به خارج از کشور و یا منزل کردن در ایل بختیاری یکی را انتخاب کند. مصدق پیشنهاد دوم را پسندید و هر 15 روز را نزد یکی از اقوام من گذراند و پس از سقوط دولت کودتا خود را نامزد نمایندگی تهران کرد. در زمان این حوادث 7 سال داشتم و بعدها هم نه من هرگز خواسته بودم از دوستی خانوادگی سودی بجویم، نه مصدق کسی بود که این نوع روابط را برای انتخاب همکارانش مد نظر بگیرد. به خواهرزاده‌اش مظفر فیروزه نه فقط کاری محول نکرد، حتی اجازه نداد از تبعیدش به ایران بازگردد، چون او را بی‌اعتنا به اصول و اخلاق سیاسی می‌شناخت و می‌دانست که کار کردن با او جز دردسر چیزی به ارمغان نخواهد آورد. مصدق از نظر کارایی و صداقت بر تمام دولت مردان زمان خود سر بود. در خانواده اشرافی به دنیا آمده بود. مادرش از خاندان قاجار و پدرش از مستوفیان به نام و خودش مردی استثنایی بود. پس از ازدواج و پیدا کردن 2 فرزند برای تحصیلات عالیه رهسپار سوئیس و فرانسه شده بود. کاری که اگر در دوره من کم سابقه به شمار می آمد، در دوره او بی سابقه بود. لیسانس حقوقش را در دیژون و دکترایش را در نوشاتل گذراند. یکی از تنها ایرانیانی بود که قوانین بین‌المللی و اصول اساسی دموکراسی را می شناخت. آثار مونتسکیو و دیگر نویسندگان دایره‌المعارف را خوانده بود. پانویس در رابطه با مونتسکیو توضیح داده که مونتسکیو از نویسندگان و متفکران فرانسوی از آثار معروفش نامه‌های ایرانی و روح القوانین را میتوان نام برد که دومی در 1791 مبدأ قانون اساسی فرانسه شد. برمیگردیم به متن. زمانی که به نمایندگی مجلس انتخاب شد، تنها کسی بود که میتوانست از روی دانش و با احاطه کامل از دموکراسی، از حکومت مردم به مردم، از تفکیک قوا و از نقش دقیق پادشاه در یک نظام مشروطه سلطنتی صحبت کند. مصدق با تمام نیرو طالب دموکراسی بود. مسئله‌ای که از نخستین روز موجب اختلاف میان او و رضا شاه شد. حرفش روشن و ساده بود. میگفت شما می‌خواهید در آن واحد فرمانده کل قوا، نخست وزیر و پادشاه مملکت باشید. چنین چیزی ممکن نیست. باید بین این 3 یکی را انتخاب کنید. یا با تصویب مجلس نخست وزیر بشوید، یا به انتخاب نخست وزیر فرمانده کل قوا باشید و یا پادشاه بمانید. آنچه مصدق در سخنرانی‌های پرآوازه‌اش به ایرانیان آموخت، پایه تمام کارهای قرار گرفت که ظرف 50 سال گذشته در ایران به انجام رسید. نحوه کار دموکراسی را تشریح می‌کرد و خاطر نشان می‌ساخت از چه لحظه‌ای دیکتاتوری آغاز می‌شود. هرگاه در صندوق‌ها دست نمی‌بردند، چنان که چند سال بعد چنین شد،
در صدر فهرست نمایندگان به مجلس میرفت و کسی هم نمیتوانست علیه او کاری کند. درباره مسئله نفت که دیرتر به آن خواهم پرداخت و در مقابل ادعای روزها که به بهانه انحصار انگلستان بر نفت جنوب میخواستند نفت شمال را به خود منحصر کنند، فرضیه موازنه منفیش را مطرح کرد. خلاصه حرفش این بود که آنچه را به یکی از مدعیان داده ایم بستانیم تا بتوانیم به مدعی دوم هم چیزی ندهیم. در این حرف سیاستی به نهایت ظریف نهفته بود. طبعا نه دست نشاندگان شوروی و نه عوامل انگلستان هیچ کدام نمی توانستند با متن قانونی که مزیتی به رقیب نمیداد مخالفتی ابراز کنند. در زمانی که مصدق در سن 73 سالگی اداره مملکت را بر عهده گرفت، از نظر جسمی کمترین ابتلایی نداشت. برخلاف آنچه شهرت داشت، مردی بود در کمال سلامت. خوب میخورد، سیگار نمیکشید و مشروب هم نمینوشید. نه به دلایل مذهبی بلکه فقط از نظر بهداشتی هنگامی که به منظور پاسخگویی به شکایات بریتانیا به شورای امنیت به نیویورک رفت، معاینه طبی کاملی هم به عمل آورد. به تصدیق پزشکان آمریکایی در عین صحت و عافیت فقط عضلات پای او برای کشیدن بدن نسبتا سنگینش ورزیدگی لازم را نداشت و وقتی با عصا راه میرفت و نظر میآمد که درد دارد. دلیل ضعف پایش این بود که اشراف عصر او وقار را در راه رفتن با طمأنینه و ورزش نکردن میدانستند. بزرگان بیشتر ساعات روز را چارزانو می نشستند و دیگران در خدمتشان بودند. حتی کالاسکه را تا کنار پایشان جلو می آوردند. مصدق دستی قوی و گردنی استوار داشت. به آراستگی ظاهرش کم توجه بود. فقط 2 دست کت و شلوار داشت و هرگز یاد نگرفت که گره کرواتش را ببندد. به سهولت اشک میریخت و از این رو تصور میکنم که از ناملایمات زود متأثر میشد. انتلکتوئل نبود. مسائل اجتماعی مورد توجهش بود، اما به ادبیات عنایات چندانی نداشت. بی توجهی به ظاهرش مطلقاً از روی صرفه‌جویی نبود. در تمام دوران وزارت یا وکالت حتی دیناری از دولت نپذیرفت. طبق دستور او مواجبش بین دانشجویان کم بضاعت دانشگاه حقوق تقسیم میشد. به جای اتومبیل دولتی از ماشین قدیمی و شخصیش استفاده میکرد. حقوق محافظین و کارمندانش را از جیب میپرداخت. جلسه هیئت وزرا را در خانه خیش تشکیل میداد. به ندرت از منزل خارج میشد. چون مداوماً بیم آن میرفت که به دست یکی از اعضای فداییان اسلام این لجن جامعه بشری ترور شود. خانه‌اش همیشه به نهایت پاکیزه و پیراسته بود، ولی در آن نه مجسمه‌ای دیده میشد، نه ظرف کریستالی و نه گلدان نقره‌ای. مخارج غذا و مسکن 24 سربازی که از او محافظت می‌کردند خود بر عهده گرفته بود. مصدق ثروتمند بود. معاذ زمانی که از قدرت کنار رفت چندان زیر بار قرض بود که ناگزیر خانه معروفش را فروخت تا قروضش را به بازاریان تهران ادا کند. در عین بی‌اعتنایی به پول نسبت به مسائل مالی به شدت سختگیر بود. چند سالی پیش از آن که شاه دست به اصلاحات ارضی بزند، مصدق تمام اموالش را به فرزندانش بخشیده بود. در زمان اجرای آن قانون آنها را خواست و گفت آنچه به شما دادم دوباره به خودم برگردانید. بعد از مأمور اجرای قانون اصلاحات ارضی کتباً دعوت کرد که به دیدن او برود. آقا، من طبق قوانینی که خودتان وضع کرده اید تمام دینم را به شما پرداختم. بنشینید و به حسابهایتان رسیدگی کنید. کارمند به مصدق جواب داد قطعاً مقصود جناب عالی مالیات 3 سال اخیری است که پرداخته اید. ولی نخست وزیر سابق مملکت در جلوی چشمان ناباور این شخص از جا برخاست و از صندوق اوراق رسید کل مالیات‌هایی را که در 23 سال گذشته به دولت پرداخته بود بیرون آورد.
از آنجا که مصدق دینش را به دولت تمام و کمال تا شایی آخر پرداخته بود و بیشک یکی از عمده‌ترین مالیات دهندگان ایران به شمار می‌رفت، ارزش املاکش که به تناسب مالیات‌های پرداختی محاسبه می‌شد به مراتب بیش از املاک دیگران بود. پس از آن که دولت بهایی را که خود مقرر کرده بود در مقابل دهات و زمین‌ها تأیید کرد، مصدق فقط به میزان نیاز از آن برداشت و مابقی را بین فرزندانش تقسیم کرد. جلسات شورای وزیران آن دوران در خاطرم هست، چون در کابینه دوم مصدق معاون وزارتخانه بودم. خود مصدق هرگز ریاست جلسه را بر عهده نمی گرفت و این کار را به سید باقرخان کاظمی وزیر امور خارجه محول می کرد. کاظمی در زمان رضا شاه هم همین پست را داشت. داخل پرانتز عکسی از آن زمان وجود دارد که او را میان پادشاه و آتاتورک نشان می‌دهد. کاظمی مرد فوق‌العاده‌ای بود و ما هم با هم روابط بسیار حسنه‌ای داشتیم. چند سال پیش در سن 86 سالگی درگذشت. کاظمی جلسات را اداره می‌کرد و هرگاه مسئله مهمی چون مذاکرات درباره نفت یا اصلاحات ارضی مطرح می‌شد، مصدق با ردایش از دری وارد می‌شد. می نشست و نظرش را می گفت و بعد نظرات دیگران را می شنید و بر می خواست. به وقت رفتن همیشه می گفت آقایان اگر موافق نیستید بگویید آقای کاظمی داوری خواهد کرد. وقتش را فقط به کارهای مهم اختصاص می داد. نمی پذیرفت که در انتصاب فلان استاندار یا بهمان رئیس هم دخالت کند. عمده‌ترین مشغله ذهنیش ملی کردن نفت بود. من مصدق را در 13 سال آخر عمرش ندیدم. 13 سالی که 3 سالش در زندان گذشت و بقیهش در ملک احمدآباد. هر سال به مناسبت نوروز برایش تبریکی میفرستادم و او با نامه‌ای بسیار مهربان جواب میگفت. آخرین کاغذی که از او دارم 6 روز قبل از درگذشتش نوشته بود. پادشاه به او اجازه داده بود که برای معالجه به خارج سفر کند. ولی مصدق جواب داده بود خیر، من همون جایی که به دنیا آمده‌ام خواهم مرد و هیچ دلیلی نمی‌بینم که مردی در سن و سال من بخواهد 1-2 سالی بر عمرش اضافه کند. وقتی از طریق دوستان خبر فوتش رسید، با ماشین کوچکی که داشتم خود را فوراً به احمدآباد رساندم. خانه در محاصره ماموران ساواک بود. باید اسم می‌دادیم. آمدید اینجا چه کنید؟ مصدق مرده است. به من گفتند که او را به این خانه حمل کردند. قبل از اینکه در را باز کنند مدتی با هم مشورت کردند. وارد شدم. کالبد را کنار نهر آبی در باغ عظیم و غمزده گذاشته بودم. روز 6 مارس 1967. فقط حدود 12 نفر توانسته بودند جواز آمدن به آنجا را بگیرند و با شهامت تقاضای این جواز را از خود نشان داده بودند. بیشتر این افراد هم زن بودند و از خویشان نزدیک مصدق. مصدق خواسته بود که در کنار شهدای 3 تیر دفن شود. پسر او این آخرین تقاضای پدر را با هویدا که در آن زمان نخست وزیر بود در میان گذاشت. طبق معمول هویدا مطلب را به شرف عزل رساند و از طرف شاه مأمور شد که تقاضا را رد کند. بنابراین طبق تصمیم افراد خانواده مصدق در صحن اتاق ناهارخوری ملک احمدآباد به خاک سپرده شد. ما تابوت او را حدود 300 متری بر دوش بردیم. ملایی که از طرفداران پرپاقرص مصدق بود مراسم متعارف را به جای آورد. در همان لحظه درها باز شد و تقریبا تمام اهالی ده در اطراف ما جمع شدند. بعد ما به طبقه اول ساختمان رفتیم و از آنجا برای آخرین بار به اتاق آن عزیز از دست رفته نگاهی کردیم. اتاقی بسیار ساده و بی تکلف با قالی‌های معمولی که تنها مبلش میز کوچکی بود که روی آن چند روزنامه، یک مجسمه نیمتنه از گاندی که کسی به او هدیه کرده بود و تصاویر 3 دانشجوی جوانی که در تظاهرات 16 آذر کشته شده بودند قرار داشت. کنار دیوار قفسه بزرگ بود
پر از شیشه و بسته‌های دارو، چون او حتی پس از اصلاحات ارضی خود بر عهده گرفته بود که دوای مورد نیاز اهل ده را تأمین کند. هر جمعه پسرش که پزشک بود برای مداوای روستاییان به کمک پدر می‌آمد. من با کنجکاوی دری را که در کنار بستر او بود باز کردم. پشت این در یکی از آن آبگرمکنهای نفتی عظیمی که در ملک ما طرفداران زیاد دارد قرار داشت. این آبگرمکن هیولا به چه کار این مرد سالخورده بیمار می آمد؟ پسرش برایم توضیح داد که به منظور رساندن آب گرم به دهاتیان کار گذاشته است، برای اینکه بیایند و رختهایشان را در پایین باغ بشویند. تا لحظه‌ای که به خاک سپرده شد نیز مورد غضب بود، در حالی که در ازای هر بی سر و پایی مساجد تهران لبریز از جمعیت میشد. مصدق در تنهایی جان سپرد. روز پرسوز و سردی بود، از آن روزهایی که شمار کلاغان دلمرده ده از همه بیشتر است. روز هفتم او نیز طبق سنن مذهبی و ملی باز به آن محل رفتم و از آن پس هم گاه به گاه به آنجا بازگشتم. وقتی به نخست وزیری رسیدم این زیارت تجدید شد. قسمت اول بخش هفتم. روزی که مصدق نفت را به ایران بازگرداند. چگونه پادشاه دیکتاتور شد. در دگرگونی‌های شاه جوان در سالهای 1948 و 1950 و تمایلش به خودکامگی، اطرافیان به ویژه طرفداران سیاست انگلیس سهم بسزایی داشتند. آنگلوساکسون‌ها به این نتیجه رسیده بودند که طرف بودن با یک نفر به مراتب سهل‌تر از طرف شدن با یک سیستم پارلمانی است و با نخست وزیری که احتمال دارد نظراتش مغایر با اراده شاه باشد. و همین دلیل به جای تشویق شاه به سلطنت او را ترغیب به حکومت کردند. در مقابل مصدق که مشی سیاسیش را توضیح دادم اعتقاد داشت که حکومت بر عهده نخست وزیر و همکاران اوست که جملگی در مقابل مجلس مسئولند و در صورت بروز اختلاف نخست وزیر مجاز است به داوری مردم یعنی منشأ قدرت رجوع کند. با در نظر گرفتن روابط پادشاه با قدرت‌های خارجی این شیوه اداره مملکت ملت را از خطر استبداد حفظ می‌کرد، ولی در طی 28 ماه حکومت مصدق شاه آنچه توان داشت به کار برد تا او را از گرداندن چرخ سیاست باز دارد. مصدق با رقیب سرسخت دیگری چون قوام السلطنه نیز درگیر بود. قوام در عین اینکه خویش دور و در هر حال همشهری و همتوار او بود، نقطه مقابل مصدق به شمار می آمد. قوام برای آنکه مانع ورود مصدق به مجلس 15 شود تمام ترفندها را به کار گرفت. این کار در مملکتی چون کشور ما چندان مشکل نیست. در آنجا رفراندوم و با مراجعه به آراء عمومی بیفایده است، چون نتیجه آن با تقلب‌های متداول همیشه 99.1% آراست که هم شاه به دست آورد و هم خمینی. مصدق نه در زمان طرح قرارداد نفتی ایران و شوروی که قبلا ذکرش گذشت در مجلس بود و نه در سالهای 1947 و 1948 و تجدید نظر درباره قرارداد نفت ایران و انگلیس. در سال 1901 مظفرالدین شاه بهره برداری از نفت سراسر کشور را به مهندسی ماجراجو و اهل استرالیا به نام ناکس دارسی واگذار کرده بود. معامله هم به نظر سودمند می رسید چون پادشاه پول قابل ملاحظه‌ای دریافت می کرد، در حالی که معلوم نبود دارسی به نفتی برسد. ولی نفت در نهایت از دل زمین جوشید و بهره برداری از آن برای انگلیسی ها که شرکت را از دارسی خریده بودند و بر آن نام شرکت ایران انگلیس گذاشته بودند سال به سال ثمر بخشتر شد. وضع به همین منوال بود تا به سال 1933 پس از مذاکره طولانی و مداخله جامعه ملل، قرارداد جدید که وضعیت ایران را اندک بهبود میبخشید جایگزین قرارداد پیشین شد.
قرارداد جدید نیز مورد اعتراض بود و موجب بحث و جدل‌های بیپایان شد که در اینجا فرصت پرداختن به جزئیات آن نیست. بالاخره ایران در سال 1949 شرایط تازه‌ای را در قراردادی مکمل قرارداد قبلی گنجاند که اکنون به طور خلاصه به آن می‌پردازیم. قرارداد 1933 به مدت 50 سال بسته شده بود و هنوز 20 سال از عقد قرارداد نگذشته دو نکته روشن بود. اول اینکه منابع نفتی فوق‌العاده گسترده و وسیع است و دوم اینکه صنایعی که ما قصد ایجادش را داشتیم روز به روز نیاز بیشتری به نفت دارد. مصالح مملکتی حکم می‌کرد که ما به انتظار فرارسیدن سال 1983 نمانیم و هرچه زودتر صاحب ثروت‌های طبیعی خود گردیم. اما در عهد رضاشاه ابتدا برنامه‌ای چیده شد تا این تصور را ایجاد کنند که ما به زودی انگلیسی‌ها را بیرون خواهیم راند. ولی سرانجام سهم ما از فروش هر بشکه نفت مختصری بالا رفت و در عوض 30 سال بر مدت قرارداد افزوده شد. برای اینکه بدانیم چه حقوقی داریم و از کدام یک محروم شده ایم، اواخر 1948 با آقای ژیدل، یکی از استادان دانشگاه حقوق پاریس، مراجعه کردیم که در گذشته استاد حقوق بین‌المللی دریایی من بود. ژیدل از طرفداران آلمان و مخالفان انگلستان محسوب میشد. میگفتند از پیروان مارشال پتن است، ولی این حرف درست نیست. او هم مثل موراس انگلیس را دشمن شماره یک فرانسه به حساب می آورد. آقای ژیدل حدود 3 ماه در تهران ماند. عده‌ای هم با او همکاری می‌کردند تا متن فارسی را به او گزارش کنند. قرارداد به فرانسه ترجمه شده بود ولی او می‌خواست جز به جز ترجمه را با اصل مطابقت کند. گزارش او نشان می‌داد که ما می‌توانیم در برخی موارد ادعاهای کاملا قانونی مطرح نماییم و توصیه می‌کرد برخی موارد دیگر را که ما تصور می‌کردیم ادعاهایمان برحق است مطرح نکنیم. در پی این گزارش مذاکرات میان متخصصین برای تهیه لایحه و تقدیم آن به مجلس آغاز شد. مصدق در تب و تاب بود. نه با روس‌ها موافق بود و نه با انگلیس‌ها، ولی هیچ گونه مقام و مسئولیت رسمی برای تغییر قراردادی که بیشک از اولی بهتر بود ولی دست و پای ما را در آینده می‌بست نداشت. دولت لایحه را 10 روز قبل از خاتمه دوره تقنینیه تسلیم مجلس کرد تا مخالفان نتوانند به نحوی مؤثر مخالفت خود را ابراز دارند. مصدق ناگزیر بود از بیرون پارلمان عمل کند. به چند نفری از نمایندگان مجلس دلایل مخالفت با لایحه را عرضه نمود و نظر موافق آنها را برای رد لایحه جلب کرد. این نمایندگان قانع شدند که به چنین طرحی نمیتوان رأی موافق داد. برای رهبری اقلیت مجلس کسی را انتخاب کردند که هم عامی بود و هم جسور. پارلمان عملاً فلج شد. رئیس مجلس در معیت وزیر مسئول به حضور شاه رفت. این دو برای مجلس چنین پاسخ آوردند: اعلیحضرت فرمودند انگلیسی ها حاضر نیستند حتی یک واو از این قرارداد را پس و پیش کنند. ما در موضع ضعف قرار داریم و چاره دیگری موجود نیست. مصدق دست به تشکیل جلساتی زد که همه ما در آن شرکت می جستیم. معتقد بود که دادن رأی موافق به این لایحه در حکم خیانت است. احساسات وطن پرستانه‌ای که این خطابه‌های قرا در مردم بیدار کرده بود وکلا را دودل کرد. نظر عده‌ای بر این بود که به کل لایحه یک جا رأی داده شود و عده‌ای دیگر می‌گفتند وقت کافی برای بررسی ماده به ماده متن لایحه ضروری است. این گفتگوها آنقدر به درازا کشید که عمر مجلس به پایان رسید و قانون تصویب نشده ماند. ایرانی‌ها وقتی اراده کنند مردمانی زیرکند. آنچه کم دارند پایداری است. در فوریه 1950 مجلس 16 آغاز به کار کرد. این بار دکتر مصدق همراه 7 یا 8 نفر از یارانش از تهران انتخاب شدند. به این ترتیب فراکسیون بسیار کوچکی تشکیل دادند.
ولی برای همه کاملا آشکار بود قانونی که در غیبت مصدق به تصویب نرسیده با حضور او به راحتی تصویب شدنی نیست. در تاریخ معاصر ما بارها ملیان احساسات ملی افراد مردد را ناگزیر کرده است که در لحظاتی حساس موضعی روشن و مشخص را برگزینند. دست نشاندگان قدرت حاکم در ابتدا دچار تزلزل شدند و بالاخره همه یکپارچه در کنار رهبر اقلیت قرار گرفت. از روزی که من شاهد بودم در ایران مجلسی روی کار نیامده است که تمام وکلایش برگزیده ملت باشند. چندین بار پیش آمده که سرانجام مملکت بستگی به یک نفر یا یک گروه کوچک پیدا کرده است. از جمله در دوره نخست وزیری خود من. اولین اقدام من تقدیم لایحه انحلال ساواک به مجلسی بود که به من رأی اعتماد داده بود. در صورتی که همه این آقایان به برکت وجود ساواک به نمایندگی رسیده بودند و دست پروردگان آن دستگاه بودند. خطاب به آنان گفتم: شما مرا پذیرفته اید، ناگزیر باید انحلال آن سازمان را هم بپذیرید وگرنه خود را کنار میکشم. نمایندگان به دلیل فشار افکار عمومی و به این دلیل که منطق چنین حکم می‌کرد به این لایحه رأی موافق دادند. همین نمایندگان به تقاضای من اموال بنیاد پهلوی را نیز به دولت منتقل کردند و در مجموع بر تمام نکات برنامه دولت من گردن نهادند. مصدق طرح ملی شدن نفت را به مجلس پیشنهاد کرد که طبق آن کشف معادن و تصفیه و استخراج همه به خود ایرانیان واگذار میشد. مصدق خطاب به اتلی نخست وزیر وقت و عضو حزب کارگران انگلستان که صنایع سنگین را در مملکت خویش ملی کرده بود گفت: باید در همه کارها تابع منطقی واحد بود. اگر شما می توانید صنایعتان را ملی کنید، چرا ما در ایران نباید چنین حقی داشته باشیم؟ اتلی مردی معقول، متواضع و منصف بود، اما مسئله ابعادی ترسناک داشت. بزرگترین پالایشگاه جهان در آبادان واقع بود و 5000 انگلیسی در کشور ما و در صنعت نفت مشغول به کار بودند. اگر طرح ملی شدن صنعت نفت با مخالفت سران حزب توده مواجه شد، جای تعجب نیست. گرچه این طرح ظاهراً با برداشت‌های جهانی آنها توافق داشت، ولی توده‌ای‌ها می‌گفتند شما حق ملی کردن تمام منابع نفتی را ندارید، فقط باید قرارداد نفت جنوب را لغو کنید. ولی مردم بسیار خوب فهم واقعی این حرف را درک کردند و حزب توده در این ماجرا تمانده آبرویی را که پس از واقعه آذربایجان برایش مانده بود از دست داد، چون حق به جانب مصدق بود. یکی از نمایندگان زیاد درباری در مجلس از مصدق سوال کرد: اگر شما نخست وزیر هم بشوید این طرح را اجرا خواهید کرد؟ حسابگرانه بودن این سوال کاملا آشکار بود. انتخاب نخست وزیر معمولاً طی مذاکرات غیر رسمی صورت می گرفت. این بار پیشنهاد در جلسه علنی مجلس و آن هم توسط شخصی سوای رئیس مجلس مطرح می شد. یعنی اینکه موضوع را تعقیب نکنید و در عوض رئیس دولت آینده بشوید. مصدق در دام نیفتاد و چنین جواب داد: فقط به شرطی نخست وزیری را میپذیرم که اول این طرح در مجلس به تصویب برسد. خوب میدانست که اگر نخست وزیری را قبول کند، گروه اقلیت در مجلس بی راهنما خواهد ماند، چون طبعاً با قبول آن سمت از نمایندگی مجلس مستعفی میشد و طرح ملی شدن نفت به این ترتیب در معرض رد شدن قرار میگرفت. قانون ملی شدن صنعت نفت به اتفاق آرا در تاریخ 8 مارس 1951 به تصویب رسید. 1 ماه پس از آن مصدق مقام نخست وزیری را پذیرفت و با اجرای مو به موی قانون ملی شدن نفت به حریفانی که به مبارزه‌اش طلبیده بودند پاسخ داد. کابینه کاملا بی رنگ و بویی را تشکیل داد، سوای 1 یا 2 مورد استثنایی. مصدق از مدیران شرکت نفت ایران و انگلیس خواست که به تهران بیایند و اگر پیشنهادی دارند عرضه کنند
توضیح داد که قانون به هر حال اجرا خواهد شد، ولی محل برای بعضی تغییرات جزئی باقی است. مثلا مصدق حاضر بود بپذیرد که مدیرعامل شرکت یک نفر انگلیسی باشد و تمام اتباع انگلیسی که او استخدام کند به عنوان کارمند به کار ادامه دهند. بنابراین شایعه‌ای که مصدق قصد داشت تمام انگلیسی‌ها را از ایران اخراج کند نادرست است. انگلستان بود که حاضر به هیچ گونه معامله نشد. مصدق می گفت اگر شما می خواهید اولین مشتری نفت باشید ما میپذیریم، اما مطلقاً صحبت پرداخت خسارت عدم و نفت در میان نیست. در عوض ما آماده ایم مخارجی را که شما در برپا کردن صنایع نفتی متحمل شده اید بپردازید. دولت بریتانیا که زیاد به خود مطمئن بود سیاست کجدار و مریض را پیش گرفت. بالاخره نخست وزیر که نگران بود مباد حضور انگلیسی ها در محل اوضاع را بغرنج کند اخطارهایی برای مدیر عامل شرکت در آبادان فرستاد. 1 هفته به شما مهلت داده می شود که خود را کارمند شرکت ملی نفت ایران اعلام کنید. اگر تا انقضای این مدت جوابی از شما نرسد ناگزیر ورقه اقامت شما در ایران باطل خواهد شد. انگلستان یک ناو جنگی را در آبهای ایران مستقر کرد و دست به تهدید برداشت، اما بالاخره حضرات تا آخرین نفر خاک ایران را ترک کردند. بخش اول قسمت 8. شبی که پادشاه تانکهایش را علیه نخست وزیر به کار انداخت. ایران حالا صاحب اختیار ثروت‌های طبیعی خود شده بود و میبایست به فکر استخراج و فروش آن باشد. ولی تا میسر شدن بهره برداری از این منابع میبایست دولت را که درآمدش قطع شده بود سر پا نگه داشت. هم حقوق کارگرانی که کار نمی‌کردند باید پرداخت میشد، همچون ما را در محاصره اقتصادی قرار داده بودند و کسی داخل پرانتز در صدر همه کشور فرانسه و کسی حاضر به خرید نفت ما نمیشد. درآمدی در کار نبود. مصدق تمام این مسائل را با زحمات فراوان و برای مردمی که دموکراسی را نیاموخته بودند و هوشمندی و فرهنگ به معنای امروزی این لغات را نداشتند شرح داد. یادآوری این نکته در اینجا لازم است که در تمام این مدت مهندسین ما از دستگاه‌های نفتی چنان مواظبت و مراقبتی کردند که پس از سقوط مصدق کنسرسیومی که مأمور به کار انداختن آنها شد از نتیجه متحیر ماند. مهندسی که در رأس شرکت جدید نفت ایران قرار گرفت همین مهدی بازرگان بود. بنابراین اوضاع آن دوران کوچکترین وجه شبهی با موقعیتی که خمینی برای کشور ما ایجاد کرد نداشت. در آن زمان نخست وزیر با مشکلات تازه‌ای روبرو شد. انگلیسی‌ها به شورای امنیت سازمان ملل شکایت بردند که مصدق صلح جهانی را به خطر انداخته است. به سازمان ملل رفتیم تا از خودمان در مقابل این اتهام مسخره و ناوارد دفاع کنیم. چطور وقتی انگلستان صنایع خود و فرانسه معادن زغال و سنگ و بسیار چیزهای دیگر را ملی کرد آب از آب تکان نخورد، ولی نوبت که به ما رسید صلح دنیا به مخاطره افتاد؟ ما حاضر بودیم هر قدر از نفت ما بخواهند به بهای بازار جهانی و حتی با تخفیفی در حدود 10 تا 15% به آنها بفروشیم. مصدق حاضر بود در صورت لزوم از خود انعطاف نشان دهد. نماینده فرانسه در شورای امنیت بحث را با پیشنهادی که مورد قبول طرفین بود کوتاه کرد. گفت چون اختلافات به دادگاه بین‌المللی لاهه ارجاع شده است بهتر است منتظر حکم نهایی آن بمانیم. این خود در حکم اولین پیروزی بود. بر صلح جهانی نیز از این بابت کمترین خللی وارد نشد و یا لااقل هیچ کس در این زمینه چیزی احساس نکرد. رفتار روسیه در شورای امنیت قابل مطالعه است. سیاست شوروی در تمام مدت یک نواخت بود. یا از حضور در جلسه خودداری میکرد یا به نفع انگلستان رأی میداد. این مسئله تا آخر عمر درسی برای من خواهد بود. دلایل شوروی از حکمتی آب میخورد که منطبق بر ایدئولوژی آن دولت است. استدلالشان این بود که آمریکا جوان و تازه نفس و مبارزه جوست، در صورتی که عمر امپراتوری انگلستان به آخر رسیده است.
بهتر است انگلیسی‌ها در ایران بمانند تا آمریکایی‌ها در آنجا جا خوش کنند. این حسابگری هم خوش بود، هم با منطق سازگار. نخست وزیر در صدد پیدا کردن وکیلی برآمد که دفاع ما را در لاهه بر عهده گیرد. من از پروفسور ژورژ سل این تقاضا را کردم. او جواب داد که خود را برای چنین کاری که نیروی فراوان می‌طلبد پیر و افتاده شده است. در عوض چند نفر دیگر از جمله پروفسور رولند استاد حقوق و رئیس سابق مجلس سنای بلژیک را به ما پیشنهاد کرد. قبل از قرائت دفاعی پروفسور رولند که از هر جهت شایسته تحسین بود، دادگاه استثناءً به مصدق اجازه داد که به اختصار نظراتش را اظهار کند. متن نطق مصدق در 2 یا 3 صفحه و به فرانسه نوشته شده بود و در واقع چکیده نظراتش را در بر داشت. دادگاه بین‌المللی برای قضاوت درباره مسئله مورد طرح صلاحیت ندارد، زیرا دعوا بین 2 کشور نیست، بلکه میان یک کشور و یک فرد خصوصی، یعنی یک شرکت انگلیسی است. نفس این که قرارداد 1933 در مجمع ملل به ثبت رسیده است، در اساس مطلب تغییری نمی‌دهد. این نکته قابل توجه است که رئیس دادگاه نیز که خود انگلیسی بود به نفع ایران رأی داد و با انصافی هرچه تمامتر توضیح داد: من به نفع ایران رأی می‌دهم، ولی به دلایل دیگری. دادگاه در حقیقت با 9 رأی در مقابل 4 رأی به عدم صلاحیت خود رأی داد و دارسی را به محاکم ایرانی ارجاع نمود. این درست همان چیزی بود که ما می‌خواستیم. مصدق این بار توانست مدعی شود که به پیروزی بزرگی دست یافته است. نخست وزیر متوجه شده بود که بعضی عناصر ارتشی خود را برای کودتای احتمالی علیه دولت آماده می‌کنند. در زمان تشکیل کابینه، وزیر جنگ را شخص شاه به پیشنهاد مصدق انتخاب کرده بود. یکی از کارهایی که بعد موجب پشیمانی شد. مصدق استعفای وزیر جنگ را به حضور شاه برد و خود تقاضا کرد که کفالت وزارت جنگ را بر عهده گیرد. وقتی تقاضایش رد شد، با گفتن این جمله خود را خانه‌نشین کرد: من می‌خواهم نخست وزیر مورد اعتماد اعلیحضرت باشم. اگر جز این باشد، سیستم مشروطه ما مختل است. شاه قوام السلطنه را مأمور تشکیل کابینه کرد، ولی دولت قوام به درازا نکشید، چون اکثریتی که برای دادن رأی اعتماد در مجلس گرد آمد برای ادامه کار کافی نبود. صدای اعتراض ملت برخاست. ظرف چند ساعت قیام همگانی شد. علیرغم تیراندازی ارتش به طرف مردم، تمام خیابانها مملو از جمعیت بود و بر تعداد کشته شدگان هر لحظه افزوده میشد. اعتصابات به سراسر کشور سرایت کرد. در روزهای 20 و 21 و 22 ژوئیه هیجانات به اوج رسید. مردم فریاد می‌کشیدند: دیگر دیکتاتوری بس است، به جان آمده ایم. پس از این 3 روز با شکوه، پادشاه ناگهان قوام را از کار برکنار کرد و دوباره مصدق را دعوت به تشکیل کابینه نمود. خبر رأی نهایی دادگاه بین‌المللی نیز درست در همان روز به تهران رسید. مصدق برای تشکیل کابینه دومش می‌خواست فقط از مردان مصمم و خوشنام استفاده کند. خود وزارت جنگ را بر عهده گرفت و فرماندهی نیروهای مسلح را به افسری داد که هم مورد اعتماد پادشاه بود و هم او می‌توانست تحت نظارتش بگیرد. با این همه انگلیس و آمریکا بازی را باخته تلقی نکردند. تصمیم گرفتند برای خرید نفت با عربستان سعودی وارد معامله شوند و بهای نفت را هم تنزل دهند. اگر مصدق قصد فروش می‌کرد، ناگزیر بود تخفیف قابل ملاحظه‌ای در قیمت بدهد و این سبب می‌شد که دشمنانش فریاد وا خیانت‌ها بردارند و بگویند ما نفت را ملی کردیم و حالا فلان درصد کمتر عایدمان می‌شود. به علاوه ترومن در نامه‌ای به مصدق نوشت: انگلیسی‌ها فعلا دولت کارگر و آمریکایی‌ها ترومن را دارند. شاید در انتخابات بعدی در امریکا
جمهوری خواهان روی کار بیایند و در بریتانیا چرچیل جانشین حزب کارگر شود. بنابراین به نفعتان است که تا من هستم به مذاکره بپردازید. این نصیحت ترومن شاید بر پایه حسن نیت بود، محض چاله‌ای بود که از افتادن در آن باید پرهیز می‌شد. مصدق بسیار زود متوجه شد که بنیاد پهلوی که در آن زمان نام دیگری داشت، پولهای کلانی در اختیار عده‌ای رجاله گذاشته است که علیه او شعار دهند. مصدق به پادشاه گفت وقتی پدر شما ایران را ترک گفتند ثروت عظیمی داشتند که اعلی حضرت بین عده‌ای از ایرانیان تقسیم نمودند، ولی بعد آن را پس گرفتند. این کار غیرقانونی است و در شأن اعلی حضرت نیست. این املاک را به دولت مسترد بفرمایید. مصدق به هیچ عنوان سوسیالیست نبود. مالکیت زمین و ملک را محترم می داشت، ولی بیان که شعار ملی کردن زمین ها را سر دهد، قصد داشت با اصلاحات تدریجی املاک بزرگ را به ملک های کوچکتری تبدیل کند. پادشاه پذیرفت که اموال آن بنیاد کذا را به ملت واگذار کند، گرچه پس از سقوط مصدق آنچه را که داده بود مجدداً پس گرفت و فقط 25 سال بعد و به تقاضای من مستردش کرد. تحلیلگران سیاسی اشتباه نکرده بودند. چرچیل در سال 1951 دوباره به نخست وزیری رسید و آیزنهاور سال پس از آن جانشین ترومن شد. در آن زمان هیئتی از طرف بانک جهانی با این طرح فریبنده به تهران آمد. از آنجا که معلوم نیست دعوای میان ایران و انگلیس کی پایان برسد، این بانک متقبل می شود که دستگاه‌های نفت ایران را به کار اندازد و فروش نفت استخراجی را بر عهده گیرد و تا روشن شدن سرانجام کار و بازگشت اوضاع به وضع عادی درآمد نفت را به حساب بانکی واریز کند. مصدق گفت بسیار خوب، قبول می کنم به یک شرط و آن اینکه شما تمام این کارها را به نام شرکت ملی نفت ایران انجام دهید و نه به اسم خودتان، چون شما اصولاً برای ایفای چنین نقشی مجوزی ندارید. مگر نمی‌دانید که نفت ما ملی شده است؟ مصدق در این مورد خود را غیرقابل انعطاف نشان داد و معامله سر نگرفت. از این بابت بسیاری بر او خورده گرفتند، اما من شخصاً تصور نمی‌کنم که مصدق در این مورد مرتکب اشتباهی شده باشد. در این هنگام دو کشور حاضر به خرید نفت ما شدند، ژاپن و ایتالیا. هر بار که کشتی‌های نفتکش این دو به سمت ایران روانه میشد، در ونیز یا عدن مورد بازرسی قرار می‌گرفت و توقیف میشد. حتی در آب‌های بین‌المللی نیز مزاحم ما بودند. ما قربانی نوعی دزدی دریایی شده بودیم و هیچ کس هم این عمل خلاف قانون را محکوم نمی‌کرد. روابط میان پادشاه و مصدق در زمانی بسیار کوتاه، داخل پرانتز یعنی ظرف 28 ماه، به شدت شکراب شد. نخست وزیر به اصل حرمت گذاشتن به مقام سلطنت سخت پایبند بود. در یکی از سخنرانی‌هایش سال 1950 که بسیار مشهور است گفت ما طرفدار پادشاهیم و وظیفه ماست که کاری کنیم تا او مورد علاقه و احترام ملت قرار گیرد. مصدق به تشریفات هم پایبند بود. بارها به ما میگفت هر وقت به حضور اعلی حضرت شرفیاب میشوید تعظیم کنید و مراقبت میکرد که این کار را بکنید. در سنین پیری پیمودن حدود 500 متر سربالایی کاخ سلطنتی برایش مشکل بود، ولی حتی وقتی خود اعلی حضرت اصرار کرد که او این مسافت را با اتومبیل طی کند، پاسخ داد اگر من چنین جسارتی بکنم، از فردا هر کس و ناکسی به خود اجازه می‌دهد با اتومبیل در محوطه کاخ قیقاج برود. معتقد بود که میباید حرمت به شاه را به مردم آموخت. زمانی که مصدق فهمید قصد پادشاه ایجاد آشوب و برهم زدن آرامش عمومی و فلج کردن دولت است، در روابط سیاسی آن دو بی‌اعتمادی خانه کرد.
میتوان گفت که هر 5 یا 6 هفته یک بار شاه دست به این قبیل کارها میزد. این اخلالگری‌ها گاه تا مرز کودتا هم جلو میرفت. حادثه اوایل ماه مارس را میتوان از این مقوله شمرد: چند روز قبل از نوروز اعلیحضرت به طور خصوصی و محرمانه به مصدق و دکتر صدیقی وزیر کشور اظهار داشت که قصد سفری به خارج از ایران دارد، هم برای معاینه پزشکی و هم به منظور زیارت کربلا. مصدق با این سفر مخالفت کرد و تذکر داد که حضور شاه در آن لحظه در ایران حیاتی است، ولی افزود: البته اعلیحضرت مختارند و شخص او امیدوار است که اگر اراده سفر فرمودند با شتاب هرچه بیشتر به مملکت بازگردند. در روز موعود به شورای وزیران اطلاع داده شد که برای تودیع به حضور شاه بروند. در آنجا متوجه شدیم اگرچه هیئت دولت در مورد سفر پادشاه رازداری کامل به عمل آورده است، ولی مزدوران و جیره‌خوران املاک پهلوی همه کاملا در جریان امرند. مصدق حدود 1 ساعت در حضور اعلیحضرت بود و زمانی که به ما پیوست حدود 5000 نفر کاخ را محاصره کرده بودند و قصد ترور نخست وزیر را داشتند. بالاخره موفق شدیم از درهای فرعی و دور از چشم محاصره کنندگان از کاخ خارج شویم. ماشین‌های پرچمدار رسمی را در محل رها کردیم و هر کدام با تاکسی‌ها خود را به مقصد رساندیم. اما اراذل اوباش و بیمخها به خانه مصدق حمله کردند و او ناگزیر به مجلس پناهنده شد. اگر نخواهیم بگوییم که این حوادث با موافقت صریح اعلیحضرت طراحی شده بود، بدون شک و تردید میتوان گفت که این نقشه با رضایت ایشان ریخته شده بود. یکی از دلایل هم این که ایشان بدون مقدمه از سفر منصرف شدند و دلیل تغییر رأی را هم ابراز احساسات خلق الصاعه مردم اعلام کردند. از این تاریخ اعتماد میان آن دو به کلی از میان رفت. مصدق در مراسم نوروز شرفیاب نشد و به جای خود معاونش را فرستاد و طی 6 ماه پس از این واقعه هم دیگر با پادشاه ملاقات نکرد، یعنی تا زمان سقوطش. فشار لحظه به لحظه شدیدتر میشد. باید در نظر داشت که وزیر امور خارجه آیزنهاور، جان فاستر دالس، مشاور حقوقی شرکت نفت ایران و انگلیس نیز بود. این تقارن سخت موجب خرسندی چرچیل شده بود و پادشاه هم که همیشه متکی بر سیاست انگلیس و آمریکا بود از این وضع راضی بود. مصدق در مقابل مشکلات فراوانی که بر او تحمیل شده بود مجلس را منحل ساخت. گفتند که این عمل از طرف یکی از مدافعین سیستم پارلمانی کاری نادرست بوده است، اما اگر این اقدام وی را غیرقانونی بشماریم برای توصیف پیشامدهای بعدی چه صفتی میتوان به کار برد. شب 16 اوت است. سرهنگ نصیری فرمانده گارد شاهنشاهی با تفنگ و مسلسل به جلوی خانه مصدق می رود. برکناری او را از نخست وزیری ابلاغ می کند و منتظر جواب می باند. مصدق بر پاکت حکم عزلش چنین جمله‌ای می نویسد: پیام رسید، اطلاع حاصل شد. رئیس ستاد داخل پرانتز یکی از فارغ التحصیلان پلیتکنیک فرانسه. رئیس ستاد در محل کارش نیست. او را پیدا می کنند و به ستاد می فرستند. نصیری را بازداشت می کنند و افراد گارد سلطنتی بدون مقاومت خلع سلاح می شوند. اگر این کودتا نیست، کودتا چیست؟ نامه‌ای که سرهنگ حامل آن بود به دست پادشاه امضا شده بود. گیرم اعلیحضرت اجازه و قدرت اخراج نخست وزیر را هم می داشت. برای چنین کاری لااقل به شخص نخست وزیر تلفن می شود و از او می خواهند که به حضور برود، نه اینکه در ساعت 1:30 نیمه شب توپ و تانک و مسلسل به در خانه‌اش بفرستند. فقط تصور کنید که اگر چنین اتفاقی در انگلستان افتاده بود چه عواقبی در پی می داشت. اصلا بازسازی تاریخ پس از 25 سال نیست، ولی به گمان من مصدق در خور ابعاد حادثه از خود واکنش نشان نداد. حق بود در همان شب دستور تیرباران آن ناکسان و در رأس آنها نصیری را صادر می کرد و بعد
در پیامی بسیار روشن خیانت این گروه را به مردم توضیح میداد و محکوم مینمود. حکومت نظامی اعلام شده بود. من دموکرات و من قانونشناس اگر به جای او بودم افراد گارد شاهنشاهی را که در این فتنه شریک بودند به جوخه اعدام می‌سپردم، زیرا برای خروج از چنین مخمصه‌ای دو راه بیشتر وجود نداشت: یا تسلیم شدن و یا به نهایت رفتن. اما مصدق یک بار دیگر رعایت شاه را کرد. من نمیتوانم ادعا کنم که در بیزاری از خونریزی به هر قیمت که تمام شود دقیقاً شاگرد مکتب او هستم. در مواردی بخشندگی و بزرگواری خداوارانه خطای محض است، زیرا سرنوشت ملتی را به تباهی میکشاند. پادشاه در تهران نبود. همراه همسرش ثریا چند روزی به کنار دریای خزر رفته بود و آنجا در انتظار نتیجه بود. وقتی خبر به شاه رسید که کودتا ناموفق بوده است، اول راهی بغداد شد و از آنجا راه روم را پیش گرفت. مصدق به همین اکتفا کرد که وزیر کشور اعلام کند کودتایی طراحی شده بود که عاملینش بازداشت شده. سرلشکر زاهدی که پادشاه او را به عنوان جانشین مصدق انتخاب کرده بود، برای مدتی فرمان شاهنشاهی را در جیب گذاشت. تا اینجا فقط بخشی از برنامه خنثی شده بود. نقشه الف شکست خورده بود، حالا نوبت اجرای نقشه ب بود. در ادارات همه دست به کار کندن تصاویر شاه از دیوارها شدند. من یکی از کارمندان نادری بودم که چنین کاری نکردم. نه به دلیل دلبستگی خاص، بلکه برای حرمت به قانون اساسی. حزب توده تمام نیرویش را برای پایین کشیدن مجسمه‌های رضاشاه و فرزندش بسیج کرد. فضا برای جمهوری مساعد بود، ولی مصدق اهل انقلابی آنچنانی نبود. در همان زمان محله‌های جنوب شهر تهران در جوش و خروش دیگری بود. در آنجا عده‌ای سرگرم تقصیر پول بی‌حسابی بین پایین‌ترین طبقه عوام آن منطقه بودند. به فواحش شهر نو و به واسطه‌ها و پااندازان و به هر کس و ناکسی اسکناس داده میشد تا فریاد جاوید شاه بردارد. یک بار دیگر فرمانده ستاد سستی و بی‌لیاقتی خود را نشان داد. به جای آنکه به فکر متفرق کردن تجمعات اولیه باشد، منتظر وقایع بعدی ماند. 19 اوت بود. در ساعت 10 صبح من شخصاً به رئیس ستاد تلفن کردم. در خیابان شلوغی نامعلومی به چشم می‌خورد. در این باره قصد دارید چه بکنید؟ جوابش این بود: ما بر اوضاع مسلطیم. ساعت 11 به من اطلاع دادند که جمعیت عظیم خود را آماده حمله به خانه مصدق می‌کند. زاهدی هم که در خانه یکی از دوستان در شمال تهران مخفی شده بود، خبرها را دریافت می‌کرد و منتظر بود که آب خوب گلالود شود تا او ماهیش را بگیرد. حوالی ظهر بخشی از بازار نیز تحت رهبری چند ملا و آخوند که نازشست‌های کلان گرفته بودند به تظاهرات پیوست. من سعی داشتم مصدق را که میان نیروهای نظامی و تظاهرات کنندگان گرفتار شده بود پیدا کنم و موفق نمی شدم. بنابراین بیرون رفتم که سری به محله‌های مختلف بزنم و متوجه شدم که اداره اوضاع به کلی از دست دولت خارج شده است. در این مدت نخست وزیر می‌کوشید با پادشاه تماس برقرار کند. هیئتی مرکب از 5 نفر از شخصیت‌های طراز اول مملکت را انتخاب کرده بود تا برای ملاقات با او به روم بروند. ولی اتفاقات با سرعتی سرسام‌آور پیش می‌رفت و این هیئت نتوانست کاری انجام دهد. مصدق به کرات دست به کار مشورت‌هایی هم شد. گرچه شاه در پاسخ به تاریخ منکر این مجالس مشاوره شده است، ولی در حقیقت مشاورات صورت گرفت. اینکه گفتند مصدق قصد داشت جمهوری اعلام کند دروغ محض است. در صبح آن روز عده‌ای به ملاقات من آمدند و کوشیدند مرا قانع کنند که زمان تغییر رژیم فرا رسیده است و باید دست به کار شد و می‌خواستند مرا هم با خود همصدا کنند.
من بدون رعایت ترتیب و آداب همه را از اتاقم بیرون کردم و گفتم اینجا طویله نیست، کارها حساب و کتاب دارد و ما به قانون و آنچه قانونی است احترام می‌گذاریم. وقتی از گشتی که در شهر زدم بازگشتم این احساس را داشتم که همه چیز از دست رفته است. چند نفری ساعت 2 بعد از ظهر که من به اخبار گوش می‌دادم در اتاق مرا زدند و با تعجب پرسیدند چطور هنوز در وزارتخانه مانده اید؟ هر لحظه ممکن است بریزند و شما را تکه تکه کنند. نیم ساعت بعد چون در وزارتخانه هم دیگر کاری نبود به راه افتادم. رادیو در آن موقع مشغول پخش پیام‌های آن عده کثیف و آلوده‌ای بود که همیشه در لحظات حساس رنگ عوض می‌کنند و بهجت خود را از حوادث آن روز با جملاتی از این قبیل احضار می‌داشتند. دولت خائن و فاسد طبق امیال عمیق ملتی که طالب استقلالش بود نابود شد. این فرصت طلبان پس هنوز هم در قید حیاتند. فقط یکی از آنها به دست خمینی اعدام شد و من ناگزیرم بگویم که سزاوار این سرنوشت هم بود. امروز 2 نفر از آنها در تهران عمر می‌گذرانند و بقیه هم در خارج به سر میبرند. فکر کردم بهتر است در جایی مخفی شوم و برای مدت 3 روز در خانه دوستان بودم. روز سوم زاهدی یکی از خویشان سناتور مرا با این پیام نزدم فرستاد: شما هیچ عمل خلافی انجام نداده اید و می توانید در کابینه بعدی شرکت کنید. روز یکشنبه به پیشواز اعلیحضرت به فرودگاه بیایید. من شما را به عنوان وزیر کار با بقیه کسانی که حاضر به همکاری هستند به حضور ایشان معرفی خواهم کرد. من جواب دادم روزی من نه امروز و نه هرگز به کابینه شما حواله نشده است. پایان بخش 8. بخش دوم پایمردی در عقاید. قسمت اول چشیدن مزه زندانهای شاه. کودتای 28 مرداد 32 19 اوت 1953 به مدت 25 سال به عنوان قیام ملی با همراهی دسته هوراکشان جشن گرفته شد. هیچ کس تا پیش از انتخاب من به نخست وزیری به خود اجازه نداده بود که به این عمل ایرادی بگیرد. در آن زمان من اعلامیه‌ای منتشر کردم که در آن کودتای 28 مرداد را ننگین خواندم. با آنکه پادشاه در آن زمان از در آشتی در آمده بود از این امر چندان خوشنود نشد. در این باره به من گفت عده‌ای به کار شما اعتراض داشتند. من به آنها گفتم بختیار اصولاً حرفش را به این شکل میزند: ما خوب میدانستیم که آن قیام ملی کذا از قبل طراحی شده بود. اسنادی که این مسئله را ثابت میکرد کم نبود. مصدق طی محاکماتش چکی را به مبلغ $1,000,000 که یک نفر آمریکایی به نام بارنر در بانک ملی واریز کرده بود عرضه کرد. چک‌های دیگری هم بود. اسکناس‌های ایرانی به سهولت و پنهانی دست به دست شده بود. ولی دلارهای پرداختی به فلان و بهمان رد به جای گذاشته بود. معاذا طبق اطلاعاتی که ما در دست داریم به رغم مزدها و مقامهایی که به برپا کنندگان کودتا رسید و میلیون‌ها تومانی که در محله بازار و جنوب تهران پخش شد، کل قضیه برای آمریکایی‌ها ارزان تمام شد. اینجا پانویس توضیح داده در رابطه با این مخارج کودتای 28 مرداد هنوز به طور دقیق مورد ارزیابی قرار نگرفته است. استیفن کینزر در کتاب همه مردان شاه که متکی به اسناد تازه منتشر شده سازمان سیا است می نویسد ارزیابی ها بین 100,000 تا 20 میلیون دلار نوسان دارد. دلیل این تفاوت چشمگیر در روشن نبودن فهرست مخارج است و اینکه بر سر اقلامی که باید به حساب بیاید اتفاق نظر موجود نیست. شهرت کمخرجی این کودتا برخواسته از این امر است که برخی فقط پولهایی را که در روز کودتا در بینشان تقسیم شد به حساب آوردند. برمیگردیم به متن. کودتاهای بعدی سیا در اینجا و آنجا بسیار بیشتر آب خورد.
آمریکایی‌ها به مفت وارد کنسرسیوم شدند، ولی انگلیسی‌ها در این ماجرا بهای سنگینی پرداختند، چون ناگزیر شدند 40% از سهام خود را به شرکا واگذار کنند. بعضی میگویند این جریان به دست ارتش انجام شد، ولی این فرض قابل قبول نیست. در مجموع ارتش خود را از معرکه دور نگه داشت. در آخرین ساعات نظامیان خودی نشان دادند، آن هم فقط برای آن که بتوانند بگویند ما هم بودیم. بسیاری که خود را در خانه‌هایشان پنهان کرده بودند، دم آخر به خیابان‌ها ریختند تا نعره جاوید شاه سر بدهند. کودتا به وسیله افسرانی انجام شد که مصدق به دلیل فساد بازنشسته کرده بود و همراهی رجاله‌های پایین شهر و کمک افرادی که دولت ملی به دلیل سر و سرشان با آمریکا و انگلیس به خصوص انگلیس از کار برکنار کرده بود. مصدق را به اتهام خیانت به دادگاه کشاندند. با این کار بیش از پیش بر محبوبیتش افزودند. او طی محاکمه نه فقط از خود دفاع کرد، بلکه ادعانامه دادستان را نیز حلاجی نمود. این یکی را پادشاه هرگز بر او نبخشود. دادستان نظامی دادگاه که تعادل روانی نداشت برای مصدق تقاضای اعدام کرد، ولی قضات رأی به 3 سال زندان دادند. مصدق قربانی چندین عامل شد که بعضی از آنها به خود او مرتبط میشد. او هرگز نخواست حزبی قوی بسازد که در موقع لزوم بتوانند از او پشتیبانی نماید. در مورد شخصیتش میتوان گفت که درستکاری و نیکنامی از هر چیزی دیگر برایش ارزنده تر بود. به جای آنکه بجنگد و پیروز شود، ترجیح میداد که شهید و مظلوم باشد. شرافت و درستی او در مسائل مالی که شهره خاص عام است، توأم با موشکافی و سختگیری‌هایی بود که چندان به نفعش تمام نمی‌شد. به محض آنکه قانونی به تصویب می‌رسید، انتظار داشت که از امروز به فردا مو به مو اجرا شود. هیچ گونه سازشی را نمی‌پذیرفت و با آنچه امروز به نام سیاست واقع بینانه خوانده می‌شود میانه‌ای نداشت. تحولات بین‌المللی پس از جنگ را درست تعقیب نکرده بود. تحولاتی را که منجر به ایجاد بازار مشترک اروپا شد درک نکرد و تصور نزدیکی فرانسه و آلمان حتی برایش قابل تجسم نبود. به نهرو علاقه‌مند نبود و او را مهره انگلیسی‌ها به شمار می‌آورد. نقاط ضعف مصدق را باید یادآور شد، ولی از یاد نبریم که با چه قدرت‌های بزرگی در افتاده بود و شرایط هم کارها را برای او آسان نمی‌کرد. به عنوان مثال، حتی مرگ استالین نیز در اوضاع آن زمان برای ایران مصیبتی شد. جانشینش که مالنکوف باشد شخصیتی در خور مقامش نداشت. گفتم مصیبت، زیرا چرچیل در آن زمان متعهد شده بود که نفوذ و حیثیت بریتانیا را در منطقه خلیج فارس احیا کند. آمریکایی‌ها هم می‌خواستند با استفاده از خلایی که ضعف دولت شوروی به وجود آورده بود، رهبری خود را بر منطقه تثبیت نمایند. آیزنهاور در توضیح دخالت آمریکا در آن بخش از دنیا گفته است: هر جا که کمونیسم پا بگذارد میدان مبارزه ماست. بدبختی اینجاست که در مملکت ما با کمونیست طرف نبود، فقط با اشرافزاده‌ای به نام دکتر مصدق طرف بود. آیزنهاور اگر گفته بود هر جا که نفت پیدا شود میدان مبارزه ماست، گفتهش به حقیقت نزدیکتر می بود. به هر حال در این مبارزه بازنده نشد. در 6 شهریور 28 اوت، یعنی فقط 9 روز پس از وقایعی که شرحش گذشت، زاهدی اعلام کرد که مذاکرات درباره کنسرسیوم آغاز شده است. کنسرسیومی که در فوریه بعد تشکیل شد و من شرحش را فقط در سلول تیر و تار زندان به سر می بردم شنیدم. فاتحین غنایم را میان خود تقسیم می کردن. 40% انگلیسی ها، 40% آمریکایی ها، 14% هلندی ها و 6% فرانسوی ها. به ایران هم باید چیزکی می رسید. نیم منافع به عنوان مالیات شد سهم ما. این قرارداد از چند جهت از شرایطی که به مصدق پیشنهاد شده بود و تازه او را رد کرده بود بدتر بود. شرکای ما برای آنکه ثابت کنند قیام مصدق علیه امپراتوری بریتانیا کار غلطی بوده است و او به عبث مدعی شده است که کمر قدرتی را که حدود 2 یا 3 قرن بر آن منطقه سروری کرده شکسته است، نمیخواستند بیش از آنچه به عربستان سعودی و عراق پیشنهاد کرده بودند به ما بپردازند. اگر بیشتر پرداخت میکردند
سرمشق بدی برای مصر یا سوریه میشد. داخل پرانتز کما این که در سال 1956 دیدیم که ناصر هنگام ملی کردن تنگه سوئز گفت من این کار را از مصدق آموختم. 2 یا 3 هفته پس از کودتا پیروان مصدق به دیدار من آمدند و نظر مرا درباره مقاومت خواستار شدند. من البته فکر می‌کردم که تشکیل هسته مقاومت واجب است. همراه چند نفر از دوستان از جمله بازرگان کمیته سری تشکیل دادیم. دولت موقت هنوز تشکیلاتی را که بعدها صاحب شد و پس از آن به خمینی به ارث رسید نداشت. بنابراین ما با آزادی عمل نسبی کار میکردیم. مثلا میتوانستیم سفر کنیم و ماشین پولوکوپی برای تکثیر اعلامیه در اختیار داشته باشیم. سلولی برای انتشار روزنامه‌هایی با اسامی راه مصدق و مقاومت ملی به راه انداختیم. برای خاتمه دادن به مسئله نفت دولت نیاز به مجلس داشت. بنابراین باید انتخاباتی صورت می‌گرفت. نمایندگانی که به خواست مصدق تقاضای انحلال مجلس داده بودند، داخل پرانتز چون مجلس به این ترتیب منحل شده بود، نمایندگانی که به خواست مصدق تقاضای انحلال مجلس را داده بودند حق نامزد شدن را نداشتند. به این ترتیب عده‌ای از مخالفین احتمالی حذف می‌شدند. من از طرف دوستانم به عنوان رئیس ستاد مبارزات انتخاباتی تعیین شده بودم. در این سمت میبایست فهرست‌ها را تهیه کنم و ترتیب تجمعات کوچک را بدم و غیره. فهرست نمایندگان مجلس سنا را جداگانه و فهرست نمایندگان مجلس شورا را هم جداگانه تهیه کرده بودیم. چون در آن زمان هنوز 40 سال نداشتم، خود را برای نمایندگی مجلس شورا نامزد کردم. انتخابات در شرایطی صورت گرفت که برای همه قابل تجسم است. اصل بر این قرار گرفته بود که حتی یک نفر هم که محتمل باشد حقایق معامله نفت را افشا کند نمی بایست به مجلس راه یابد. انتخابات در مملکت ما هرگز به صورتی خیلی دموکراتیک انجام نگرفته است، حتی در زمان مصدق. ولی این یکی دست بقیه را از پشت می بست. خود مرا چند ماه قبل از انتخابات از گود خارج کردم. پاکسازی و تصفیه اعضای حزب توده و میلیون طرفدار مصدق با شدت و حدت هرچه تمامتر شروع شد. در زمانی که محاکمات مصدق آغاز شد، من به اتهام اخلالگری و توهین به مقام سلطنت بازداشت و زندانی شدم. سرهنگ کمسوادی در خانه من بر صفحه کاغذی این جملات را دیده بود: پادشاه حق سلطنت کردن و حکومت کردن را در آن واحد ندارد. این دوگانگی مغایر با قانون اساسی است. اعتراض نسبت به جمله اول این نوشته بود: پادشاه حق ندارد؟ یعنی چه؟ پادشاه همه حقی دارد. به من حتی فرصت رفع اتهام داده نشد. حکومت نظامی برقرار بود و طبق ماده 5 آن تقریبا هر کسی را میشد زندانی کرد. این ماده به هر حال بسیار قابل تعبیر است. یک بار دیگر من به اتهام توطئه علیه امنیت ملی با همکاری حزب توده محکوم شدم. یعنی اتهامی که هر کس مرا بشناسد میداند چقدر از واقعیت به دور است. در ربع قرنی که به دنبال آن حوادث آمد، من در مجموع 5 سال و 8 ماه در زندان به سر بردم. یک دوره 7 ساله هم ممنوع الخروج بودم و طبعاً این مسائل مشکلات دیگری را هم ایجاد میکرد. برای ورود به صحنه سیاست باید ثروتی قابل ملاحظه داشت. دوستان و خویشان من به دفعات به خانواده‌ام کمک کردند. راهی جلوی پای من گذاشته شد که از این دردسرها خلاص شوم. نسبت به کسانی که چون من فکر می‌کردند و تعدادشان هم زیاد بود، این مزیت را داشتم که خویش من ملکه مملکت بود و بر پادشاه هم نفوذی قابل ملاحظه داشت. من چند بار دعوت به همکاری شدم. شخص پادشاه برای من پیغام فرستاد که به هیئت دولت وارد شوم یا اگر قصد خارج شدن از ایران را دارم سفارتی را انتخاب کنم. از گرفتن گذرنامه معمولی ممنوع بودم، در عوض به من پیشنهاد گذرنامه دیپلماتیک می‌کردند. ولی میان رفاه و پایمردی یکی را میبایست انتخاب می‌کردم. آدمی نمی‌تواند وزیر یا سفیر شاه باشد و بعد بگوید من با آنچه اعلیحضرت می‌کند مخالفم. برای من ممکن نبود با لباس تمام رسمی به پیشواز والا حضرت اشرف به فرودگاه بروم.
و از دم هواپیما به تعظیم و تکریمش مشغول شوم. این کارها از توان من بیرون بود. آدمی یا با همه دل و جان سیاستی را میپذیرد و یا میگوید خیر. بخش دوم، پایمردی در عقاید. قسمت دوم، ساواک فراتر از دولت. صحبت از سالهای زندان بحث را به موضوع حساسی میکشاند که با ذکر یک کلمه در اذهان زنده میشود. کلمه‌ای که برای تمام جهانیان آشناست. ساواک. این سازمان 3 سال پس از کودتا تأسیس شد. تمام کشورهای جهان دستگاه پلیس سیاسی دارند. اگر این واقعیت را منکر شویم یا جاهلیم یا تجاهل میکنیم. وقتی از لنین پرسیدند برای روسیه چه آرزویی دارد، گفت دولتی بدون ارتش، بدون پلیس و بدون کاغذبازی اداری. و همه میدانیم که آن کشور چه از آب در آمد. روسیه شوروی البته نه ارتش دارد، نه پلیس و نه کاغذبازی اداری. این را گفتیم. حالا باید اضافه کنم که ساواک پلیس سیاسی بسیار خاصی بود. پس از رفتن مصدق، دولت ایران توسط نظامیان اداره میشد. ملت میبایست وادار به اطاعت میشد و این کار هم ابزار خودش را میطلبید. ساواک با کمک آمریکایی‌ها و متاسفانه به دست یکی از خویشان من، تیمور بختیار، سازمان یافت که خود ریاست آن را تا سال 1961 بر عهده داشت و 6 سال پس از این تاریخ به دست یکی از مزدوران همین ساواک به قتل رسید. به هر تقدیر من این رضایت خاطر را دارم که این تشکیلات منفور به دست بختیار دیگری منحل شد. زیرا در سال 1979 یکی از اولین اقدامات دولت من انحلال این دستگاه بود. باید پذیرفت که هر دولتی مایل است شهروندانی سر به راه داشته باشد و این نیاز را احساس می کند که باید مراقب آنها باشد. ولی سخت زننده است که قدرتی خودسر و خودرأی بر مردم حاکم شود و بتواند توسط ساواک هر که را که خواست صرف نظر از نوع خطایش بازداشت کند و به دادگاه نظامی تحویل دهد. این درست آن چیزی بود که مصدق از میان برداشته بود. او دادگاه نظامی را فقط برای رسیدگی به وضع کسانی که متهم به خیانت کشور بودند و علاوه بر آن اختلاس نیز کرده بودند صالح می‌شناخت. پس از او هر کسی به جرم اخلالگری، کلمه‌ای که از نظر قضایی بسیار تفسیرپذیر است، در مزان بازداشت قرار گرفت. آنچه در جمهوری اسلامی می‌گذرد وحشتناک است. در زمان ساواک روش‌ها ظریف‌تر بود. مثلا در گوش متهمین گوشی‌هایی می‌گذاشتند و صدای آن را به حدی بالا می‌بردند که بالاخره متهم حاضر می‌شد و هر چه می‌خواهند اقرار کند. این چنین روالی با شکنجه‌های نازی قابل قیاس است. شوک الکتریکی، سوزاندن با سیگار و غیره. ولی همه این کارها با روش‌های بسیار پیشرفته انجام می‌شد. همه این وسایل از خارج وارد شده بود. در آغاز ساواک صاحب چندین مشاور آمریکایی هم بود، ولی پس از مدتی از وجود آنها بی‌نیاز شد. تمام امکانات برای خودکفا شدن فراهم آمده بود. من میتوانم بگویم که شکنجه تا همین اواخرم رایج بود. استبداد و فساد حاکم بود. اگر بنیاد پهلوی به این یا آن قطعه زمین نیاز داشت، صاحب زمین بازداشت میشد و فقط کافی بود بگویند که به پادشاه توهین کرده است یا اتهامی دیگری از این نوع. وقتی من به اتهام توهین به مقام سلطنت دستگیر شدم، به 3 سال زندان محکومم کردند که خوشبختانه بیش از 2 سال آن را در زندان به سر نبردم. بعدها محکومیت چنین جرمی حبس ابد بود. ساواک در دل همه وحشت ایجاد کرده بود. یکی از شیوه‌های خاص ساواک این بود که شخصی را در یک اتاق ساعتها تنها می‌گذاشت و پس از آن سوالها را به صورت کتبی از بیرون به داخل اتاق می‌فرستاد. خود این فضا ایجاد دلهره و اضطراب می‌کرد. پس از آن به او گفته میشد که به خانه‌اش برود و مثلا پس فردا ساعت 8 دوباره به ساواک مراجعه کند. این انتظار 48 ساعته چنان تأثیری بر او میگذاشت که در بازپرسی بعد به وسیله نرم و رام بدل شده بود.
با متهم در خور موقعیت و دستگاه اداری که به آن تعلق داشت رفتار میشد. هر قدر نفوذ این تشکیلات موازی بیشتر میشد، اعتبار وزرای مسئول پایین می آمد. این اواخر کل دستگاه اداری در مرحله نهایی به ساواک و یا به آنچه من نامش را ساواک دوم گذاشتم وابسته بود. مقصودم از ساواک دوم کمیسیون شاهنشاهی است که طرحها را تحت نظر داشت و به شکایات رسیدگی می‌نمود و از وزرا بازخواست می‌کرد و همه این کارها را به قیمت زیر پا گذاشتن قانون اساسی انجام می‌داد. ریاست این کمیسیون بر عهده رئیس دفتر دربار سلطنتی بود که مدعی می‌شد از نخست وزیر مملکت توضیح می‌خواست. آیا در چنین شرایطی نخست وزیر دیگر نخست وزیر نیست؟ عروسک خیمه شب‌بازی است. ساواک علیه ناصری‌ها که رژیم آنها را نامطلوب تشخیص میداد روش‌های مختلفی به کار می‌گرفت. در اواخر سال 1978 ما در یک روز تعطیل مذهبی در منزل دوستی که باغ بزرگی در کاروانسرای سنگی داشت ضیافتی ترتیب داده بودیم. از تمام طبقات بدون توجه به موقعیت اجتماعی آنها دعوت به عمل آمده بود. تنها مسئله‌ای که من میتوانم به یقین بگویم این است که در میان مدعوین یک کمونیست و یا حتی یک سمپاتیزان هم نبود. ما همه در قانونی ترین وضع ممکن دور هم جمع بودیم که ناگهان سر و کله 400 نفر با لباسهای متحد و شکل نظامی و چماقهای عظیم پیدا شد. این عده بر سر ما ریختند و به قدر واقع کتکمان زدند. ما را خودفروخته، خائن، نوکر اجنبی خواندند و آنچه توانستند شکستند و خراب کردند. جمع ما حدود 1500 زن و مرد را شامل بود که بعضی با اتوبوس و بعضی با بنز 450 به این محل آمده بودند. ولی همه ناگزیر پای برهنه و پیاده پا به فرار گذاشتند. وقتی من توانستم از گوشه خودم را به بیرون برسانم، سر راهم صدها جفت کفش یافتم. یکی از دوستان دچار خونریزی شدید شده بود، یکی دیگر بی حرکت و بی حال در باغ افتاده بود. من حوالی 9:30 شب از مخفیگاه کوچکمان به راه افتادم و بالاخره وقتی با تاکسی و دستی شکسته به خانه‌ام رسیدم، ساعت 1 بعد از نیمه شب بود. هنگامی که به نخست وزیری منصوب شدم فهمیدم ژنرالی که این عملیات را رهبری کرده است چه کسی بوده است. ساواک با هلیکوپتر محل را شناسایی کرده بود و سفارایی ماموران عملیات در خور یک جنگ واقعی بود. غالب سران ساواک نظامی بودند و بیشترشان در آن سازمان مزایای مالی و اختیاراتی داشتند که حتی وزرا از آن محروم بودند. اکثرا آدمهای منفوری بودند جز پاکروان که 3 سال ریاست این سازمان را بر عهده داشت. من میتوانم بگویم که در آن 3 سال شکنجه در ساواک معمول نبود. مشت و کتک حتما رایج بود ولی شکنجه‌های متشکل و سازمان یافته و مدام وجود نداشت. برخلاف نصیری، همان کسی که به خانه مصدق حمله کرد و 14 سال در رأس ساواک باقی ماند و از نظر شعور و اخلاق فردی پست بود. پاکروان انسان دوست بود. شعور و فرهنگش بیشک از سطح متعارف بسیار بالاتر بود. چندین زبان می‌دانست چون در فرانسه بزرگ شده بود. فرانسه را مثل فارسی و بل بهتر صحبت می‌کرد و با افراد خانواده‌اش با این زبان حرف می‌زد. وقتی دوگل به تهران آمده بود پس از چند لحظه گفتگو با پاکروان به او گفته بود شما افسر فرانسوی در اینجا چه می‌کنید؟ و پاکروان جواب داده بود ژنرال من افسر فرانسوی نیستم. پاکروان هرچی از دستش برمی آمد برای نرم کردن روش‌های خشن ساواک و ایجاد نظم در کارهای آن دستگاه انجام داد. به پادشاه وفادار ماند ولی نظرش را هم با ادب و تواضع هرچه تمامتر اظهار میکرد. یکی از دلایل خشم گرفتن شاه به او پیشنهاد و اصرار پاکروان به فراخواندن جوانان پیرو مصدق برای به دست گرفتن کارهای حساس بود. او حتی اسم مرا هم برده بود و من این موضوع را سالهای بعد فهمیدم.
وقتی من انحلال ساواک را به شاه پیشنهاد کردم و لایحه قانونی آن را که به تصویب مجلس رسید عرضه نمودم، به شکنجه هایی که ظرف 25 سال گذشته بر اعضای مجاهدین و یا عناصر حزب توده وارد آمده بود اشاره کردم. متن لایحه وجود دستگاه اطلاعاتی را برای نظارت بر فعالیت ایرانیان و بیگانگان نفی نمی‌کرد، زیرا تکرار می‌کنم مسئله مطلقاً از بیان بردن تشکیلاتی نبود که به دولت امکان تسلط بر اوضاع را میداد. آنچه میبایست از بین میرفت استبداد و خفقان بود. شرح واقعی که در یکی از جراید خارجی منتشر شد نمایشگر اجحافاتی است که به ما میشد. مرد جوانی همراه نامزدش به یکی از مغازه‌های شیک تهران میرود که هدیه‌ای بخرد. معاون نصیری یعنی رئیس بخش شکنجه هم سر میرسد و میخواهد که قبل از دیگران به کار او برسند. مرد جوان به او تذکر میدهد که نوبت او نیست و از او میخواهد که منتظر بماند. به جای دادن جواب معقول، شکنجهگر ساواک در مقابل همه مشتریان به مرد جوان دستور میدهد که از مغازه خارج شود و وقتی که جوان نمیپذیرد هفتیرش را میکشد و او را میکشد. و اما بعد چه پیش می آید؟ پلیس به محل واقعه می آید و گزارشش را تهیه می کند و کار به دادگستری حواله می شود. ولی فردای آن روز ساواک کاخ دادگستری را محاصره می کند و پرونده را می سوزاند. هیچ کس هم پس از آن مزاحم قاتل نمی شود. وقتی از این حوادث با کسانی که بی هیچ قید و شرط از اعلیحضرت طرفداری می کنند صحبت می شود می گویند پادشاه این چیزها رو نمیخواست. خودش هم با این اعمال مخالف بود. اگر پادشاه مشروطه می بود در حقیقت هیچ کس درباره این قضایا حق اعتراض به او را نمی داشت. ولی از لحظه‌ای که او تصمیم به حکومت کردن گرفت و استبداد پیشه کرد باید عدالت را هم خود اجرا می کرد و جوابگوی این اعمال نیز می شد. ضرب المثل عربی می گوید یک مملکت بدون مذهب دوام می آورد ولی بدون عدالت برپا نمی ماند. پانویس توضیح داده که الملک یبقی مع الکفر ولا یبقی مع الظلم. تردستی های شاه. حکومتی که مکرر مرتکب اشتباه می شود و عیب و نقص فراوان دارد در صورتی می تواند خود را توجیه کند که بعضی نتایج مثبت و کارهای مفید نیز عرضه کرده باشد. محمد رضا شاه این موضوع را خوب فهمیده بود، منتها مایل بود به جای کارهای اساسی با برنامه‌های ظاهر فریبنده مردم را اغفال کند. حتی عنوان انقلاب سفیدی هم که در سال 1963 به راه انداخت گولزننده بود. اگر پادشاهی تصمیم بگیرد انقلاب کند، باید انقلابش را با استعفا از تاج و تخت آغاز نماید. تغییر و تحول اهم از سطحی و عمقی از طرف شاه قبول، ولی انقلاب حتی به رنگ سفیدش خیر. تغییراتی که به دست شاه انجام گرفت در حقیقت ناچیز و غیر مؤثر بود، چون او به عمق مسائل نمی پرداخت. طبق رسم و عادت تمام همتش را صرف ظواهر می کرد. من شنیدم که ژیسکار دیسن گفته است وقتی من به عنوان رئیس جمهور از ایران دیدن کردم هرگز با اتومبیل از جایی به جایی نرفتم. دائم سوار هلیکوپتر بودم و این قضیه اسباب حیرت من شده بود. از پنیاتوفسکی خواستم که برود و در سطح زمین سر گوشی آب بدهد. آنچه پنیاتوفسکی می توانست ببیند فساد بیش از حد تصوری بود که از سال 1974 بر همه جا حاکم بود. پول بی حساب نفت چنان جاری بود که دیگر کسی نمیدانست با دلارها چه بکند. چه نوکیسگانی ولخرجی می‌کردند تا ثروتشان را به رخ دیگران بکشند. مجتمعی عظیم ایجاد می‌کردند که تفریحگاه زمستانی شیوخ عرب شود. طیاره کنکورد سفارش می‌دادند. نیروگاه‌های اتمی می‌ساختند. به کشورهای پول وام می‌دادند که نامشان حتی برای منی که بسیار به جغرافیا علاقه‌مندم ناآشنا بود. برای ارتش موشک هارپون می‌خریدند. در حالی که در یک دوره رشد سریع جمعیت آجر به اندازه کافی در کشور وجود نداشت تا برای این مردم خانه ساخته شود.
در حقیقت اسباب بازی می‌خریدند و پول از همان راهی که وارد ایران شده بود باز خارج می‌شد و مختصری از آن به صورت رشوه در جیب کارمندان و وزرا باقی می‌ماند. در کشوری که دچار همه نوع کمبود بودیم، چشم و همچشمی و خودنمایی رایج شده بود و این آمد و رفت دلار خاصیتی نداشت جز بالا رفتن مخارج زندگی. پادشاه دیگر به حرف کسی توجه نمی‌کرد. افراد استخواندار مرده بودند و تکنوکرات‌ها جانشین آنها شده بودند. ولی کشور را با کارمند نمی‌شود اداره کرد. تکنوکرات جماعت را فقط می‌توان پشت میز اداره نشاند. پادشاه می‌خواست به زنان حقوقی مساوی مردان بدهد، ولی از آنجا که مردان هم صاحب حقوقی نبودند، این تساوی در حق حرف و سخن باقی ماند. رأی زنان بیش از رأی مردان ارزش نداشت. یعنی هرگاه در صندوق باز میشد، همیشه 99.1% آرا به نفع آن کسی که باید در آن یافت میشد. همین شعبده بازی در مورد حق زن برای قضاوت، برای وکیل شدن و برای وزیر شدن نیز به چشم میخورد. وضع زنان در مواردی چون طلاق و جدایی از همسر بهتر شده بود، اما سیاست از دسترسشان خارج بود. تاریخ انقلاب سفید در حقوقی که زنان به دست آورده بودند و خمینی کلاً از آنها پس گرفت خلاصه می شود. بیشک از تمام مسائل غریبتر ایجاد سپاهیان انقلاب بود. سپاه بهداشت، سپاه دانش، سپاه ترویج و آبادانی داشتیم. سپاهیان جوانانی بودند با معلوماتی ابتدایی و لباسهای متحدالشکل که روزهای سان رژه می رفتند. اما در واقع نمایشگری هیچ چیز نبودند. این افراد را به دهات می‌فرستادند که به روستاییان نحوه کشاورزی را بیاموزند، ولی آنها فقط در آنجا وقت گذرانی می‌کردند و آخر سر هم به تبلیغات ضد سلطنتی دست می‌زدند. در واقع نتیجه درست عکس منظوری بود که شاه از ایجاد این سپاهیان داشت. با این حال شاه جلوی روزنامه‌نگاران درباره این راه حل بدیع که 3 اصل از 19 اصل انقلاب شاه و ملت را تشکیل میداد، با تبحری که این اواخر خصیصه اصلیش شده بود لاف میزد. ظاهر فریبنده تقسیم اراضی نتوانست نتایج فاجعه بار آن را برای مدت طولانی بپوشاند. اجرای چنین طرحی احیانا ظرف 20 سال و فقط با توجه به تثبیت میزان محصول و رعایت عدالت اجتماعی میسر بود، ولی نه به این شتاب و آن هم تنها با این هدف که بعد فریاد برآورند انقلاب پیروز شد. ما در پی انجام کارهای سهل بودیم، نه در فکر ساختن پی و پایه. در نتیجه همه چیز در یک چشم برهم زدن در هم ریخت. ملاکان بزرگ منفور بودند، اما اصولاً به وظایف خود عمل می‌کردند. خود در دهات ساکن بودند و بر کارها نظارت داشتند. مشکل آبیاری و مبارزه علیه آفات و بیماری‌های دامی و بسیار مسائل دیگر در سطح روستا به دست آنان حل و فصل می‌شد. منافع خود آنها چنین ایجاب می‌کرد در نهایت دیگران هم از آن بهره‌مند می‌شدند. به منظور افاده فروختن و افزودن به تعداد زمینداران، زمینها را به چنان قطعات کوچکی تقسیم کردند که کمتر قطعه‌ای میتوانست نفعی به صاحبش برساند. روستاییان پس از 1 یا 2 سال شوق و شغف ناگزیر زراعت را رها کردند و به شهرها روی آوردند. جاذبه‌های زندگی شهری را هم نباید از یاد برد. اختلاف سطح زندگی میان یک نفر روستایی و شهری روز به روز آشکارتر میشد. اگر برای میزانی معین گندم آمریکایی $2000 پرداخت میشد، زاره ایرانی در مقابل همان مقدار فقط $700 به دست می آورد. دیگر کسی به صرافت کشاورزی نمی افتاد. به شهر می آمد و سیگار فروشی می کرد. گله‌ای که خمینی به دنبال خود به راه انداخت بیشتر از همین کارگران جدید و بیریشه گرد آمده بود. در آخرین سال سلطنت شاه هزینه واردات مواد غذایی ایران بالغ بر $8 میلیارد بود، در حالی که در زمان مصدق ما گندم و جو، پنبه و برنج به کشورهای مختلف منطقه خلیج فارس از جمله به پاکستان و به عراق صادر می‌کردیم. البته تعداد جمعیت بالا رفته بود،
اما پیشرفت‌های صنعتی می‌توانست این ازدیاد جمعیت را جبران کند. ما سد ساختیم، شبکه آبیاری بنا کردیم، به کشاورزی مکانیزه روی آوردیم، ولی هیچ کدام از این کارها را متناسب با نیاز انجام ندادیم و درآمد نفت ما همانطور که قبلا اشاره کردم با خرید کنکورد و برپا کردن مراکز عیش به هدر رفت. در آغاز طرح اصلاحات ارضی توسط ممالک متحده امریکا دیکته شد. بدزبانان میگویند که هدف آن کشور پایین آوردن تولیدات کشاورزی در ایران بود تا ما را برای گندممان نیازمند به دیگران کنند تا کشورهای صنعتی بتوانند پولی را که با یک دست به ما میدهند با یک دست دیگر پس بگیرند. جشن‌های 2500 ساله اوج خاک در چشم پاشیدن‌ها و چشم بندی کردن‌ها بود. سلسله نوپای پهلوی چه وجه شبح و ارتباطی با هخامنشیان میتوانست داشته باشد جز اینکه پس از گذشت 2500 سال این سلسله حدوداً بر همان قلمروی حکومت میکرد که هخامنشیان در آن سلطنت کرده بودند. چه تداومی میتوان در این مسئله یافت؟ خرابه‌های قصرهای داریوش و خشایارشا در شرق شیراز است. شهر گل، زادگاه سعدی، سرزمین عشق و شعر. ولی چگونه میتوان تمدنی خیره کننده و درخشان چون تمدن ایران باستان را که بر کلده و آشور و آسیای صغیر و مصر تسلط یافت و تا هند پیش رفت به حساب خود گذاشت و از پیروزی‌های باستانی برای توجیه ایران نوین استفاده نمود؟ میگفتند این ایران دیروز و عظمت دیروز امروز هم پابرجاست و ما در قله تمدنیم چنان که در 2000 پیش بودیم. چه دلخوش کنک باطلی! خرابه‌های با عظمت تخت جمشید در سالهای آخر سلطنت شاه مورد لطف و توجه بسیار بود. آنجا را صحنه تظاهرات فرهنگی و حتی محل رسیدگی به بیلان برنامه‌های 5 ساله کردند. من نمیدانم که موسیقی و رقص برای باز کردن فکر مساعد بود یا نه و یا میشد. در آن فضا به حسابهای دقیق رسید یا خیر. اما قدر مسلم این است که در آن صحنه آراسته میشد سر را بالا گرفت و باور کرد که ایران در صف کشورهای پیشرفته قرار دارد. یعنی همان اظهارات شاه که مدعی بود ما به زودی 6مین یا 7مین قدرت جهانی خواهیم شد. جشن‌های سال 1971 بهانه غرور فراوان از دستاوردهای اندک را فراهم آورد. من در این جشن‌ها شرکت نداشتم. نمی‌توانستم لاف‌های چنین گستاخانه‌ای را تحمل کنم و نه مضحکه شدنی را که کفاره‌اش بود. نادرترین چیزها از اقصا نقاط عالم به ایران وارد شد. صبحانه تاجداران سابق و لاحق توسط آشپزان یکی از گرانترین رستوران‌های پاریس ماکسیم تهیه می‌شد و هر صبح با هواپیما می‌رسید. برای چادرهای فاخری که در جای خود شاهکارهای صنعتی به شمار می‌آمد بهای گزاف پرداخته شده بود. قصد این بود که گذشته را با کمک خیاطان و به خصوص کلاهگیرسازان فرانسوی که خروارها ریش مصنوعی به ایران صادر کردند بازسازی نمایند. این سربازها را با ریش و پشم آریه بر عرابه ها سوار کردند تا از ریش بربرها که زمانی یونانیان را آنچنان تحت تاثیر قرار داده بودند نمایشنامه نوین بیافرینند. پانویس توضیح داده در رابطه با کلمه بربر از ریشه یونانی بارباروس گرفته شده است و لغت بار به فرانسه به معنی ریش نیز از آن مشتق است. یونانیانی نظیر هومر، هرودوت این کلمه را به طور عام به همه غیر یونانیان اطلاق می‌کردند، ولی رومیان بعدها به طور اخص اقوام ژرمن را بربر می‌خواندند. باز می‌گردیم به متن. و در همان زمان به روشنی زمزمه از میان رفتن سلطنت و فرو ریختن بنای آن به گوش می‌رسید. در برابر این دبدبه و کبکبه رو به افول، جوانان کشوری که بیش از نیم جمعیتش را زیر 20 سال داشت، بیتابی از خود نشان می‌دادند و ملای جنون زده از این مضحکه برای تهییج فقرا و محرومین و کسانی که به ساز شاه نمی‌رقصیدند سوء استفاده می‌کرد.